نام کتاب انتقال ابدی. نویسنده آبتین پوریا. ویراستار قاسم قرداغی. انتشارات آوای بوف. سال انتشار 2021. راوی ویدا چراغی. تاریخ اجرا مارس 2021. تعداد صفحات 103. موضوع رمان. فایل اول. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com بیشتر خوانندگان فکر خواهند کرد که این کتاب توسط یک انسان دوپای معمولی نوشته شده است و احتمالاً آن را جدی نگیرند. ولی منابع و اسناد معتبری در دست است که خاطر نشان می‌کنند داستان این کتاب را یک آنتیمن مذکر نوشته است. من فقط آن را به زبان انسانی ترجمه کردم. آنتیمن‌ها گونه هوشمند از موجودات فضایی هستند که در مجمع السیاری دوردست زندگی می‌کنند. اینکه چرا و چگونه من با آنها آشنا شدم و زبانشان را فرا گرفتم هم برمیگردد به سالهای دور. وقتی دانشجو بودم و هنوز این غبار سنگین پیری روی موهایم ننشسته بود. آن روزها کارمند اداره ثبت اختراعات بودم. یک نویسنده تازه کار دست چندمی هم به حساب می آمدم. 10 رمان نیمه کاره داشتم که به سرانجام نمی رسیدن و کسی مرا نمی شناخت و در کل از این روزها راحت تر زندگی می کردم. هنوز به یاد دارم آن نیمه شبی که سیاه مست از اتاق کوچک و محقرم بیرون دویدم. مست بودم و برای اینکه حواس از هم گسسته‌ام را جمع و جور کنم، زیر آسمان بارانی که دم به دم از نور رعد و برق‌ها مثل جهنم شعله‌ور می‌شد گریختم. خانه ما یک ساختمان توسری خورده کلنگی بود. حیاط نسبتاً بزرگی داشت و دور تا دورش را اتاق‌های کوچک و بزرگی احاطه کرده بود. این ساختمان عهد عتیقی به طرز معجزه‌آسایی از دندانهای تیز لودرهای بساز و بفروش‌ها در امان مانده بود. صاحب خانه پیرزنی خرافاتی و ساده دل بود. از قرار معلوم شبی خواب نما شده بود و در عالم هپرود به او اعلام کرده بودند که خانه را با مبالغ ناچیزی به دانشجویان بی‌بضاعت اجاره دهد. من هم اگرچه چندان بی‌بضاعت نبودم ولی به خاطر حال و هوای صمیمانه‌ای که در آن خانه‌های درندش سراغ داشتم یکی از اتاق‌های کوچکش را اجاره کرده بودم. خب باید بدانید که من اصولاً و کلاً در خلوت و تنهایی الکل نمی نوشم. از همان دوران جوانی هم پیاله را بر پیاله ترجیح می دادم. ولی نمیدانم آن شب کذایی بر من چه رفته بود که 2 بطری الکل را در دالان تنگ و تار مری ریختم و به مرداب معده سرازیر کردم. راستش آن شب تنها نبودم. دوست دختر تازه‌ام را با خود به خانه برده بودم. ولی خب چون او به قصد دیگری آمده بود به چشم همپیاله نگاهش نمی کردم. آن شب وقتی به تصویر خودم در چشمای او نگاه کردم از خود مستم ترسیدم. باران سیلاسایی که نیم ساعتی بود به مثل دیوانه ها می بارید انگار مرا صدا می کرد. تق کرکنندش با صدای هولانگیز آذرخش‌های پی در پی که در جهنم شعله‌ور آسمان زبانه می کشیدند در هم آمیخته بود. به زیر آن جهنم آسمانی فرار کردم. افاقه نکرد و از حالت تهوع سمج و سرگیجه‌هایم کم نشد. قطرات اشک ابرهایی که زیر تازیانه آذرخش‌ها نعره می‌زدند بر سر و صورتم می‌پاشید ولی مغز الکل زده‌ام را نمی‌شست. ناچار دویدم تا خود را به حوض وسط حیاط پرتاب کنم و مستی از سر بپرانم.
سرم گیج رفت و به زمین افتادم. پیش از آن که دوباره بلند شوم، آذرخش کورکننده‌ای را در جهنم آسمانی تشخیص دادم. آن لحظه اولین چیزی که نظرم را جلب کرد این بود که نور این آذرخش ممتد بود. نوری یک نواخت از رعد و برقی بی صدا که به رنگی مابین سبز و آبی می درخشید. خنکای باران مستی سرم را پرانده بود و عاقلانه تر می اندیشیدم. همین باعث شد که تلالو آن نور دلفریب را تهمانده های الکل جامانده در مغزم تلقی کنم و به آن اهمیتی ندم. ولی وقتی ناخودآگاه سرم را به سوی جهنم چرخاندم، تصویری شگرف روی شبکیه چشمایم نقش بست و عصب‌های درازی آن را به مغز الکل زده‌ام مخابره کردند. تصویر چنین بود: یک شیء سیاه رنگ لوله مانند معلق دم دروازه جهنم جا خوش کرده و مانند ماری که زهر کشندش را در هوا می پاشد و به طعمه نگونبختش خیره می شود، از سوراخ‌های جلویش نورهای سبز و آبی می افشاند. این نورها در چند متری مار سیاه جهنمی در هم می آمیزند و تشکیل یک سبز آبی دلفریب را می دهند. اول فکر کردم دچار توهم شدم یا در برزخ خواب و بیداری قرار گرفتم. پلکایم را چند بار محکم به هم زدم. آنقدر محکم که چشمایم درد گرفتند. تصویر محو نشد. هراسان بلند شدم. خواستم مثل مسافر یک کاروان شکست خورده که نیمه جان به سمت کاروانسرا می‌گریزد به طرف اتاقم بگریزم. قبل از آن که کمرم به طور کامل راست شود سعی کردم بدوم، ولی نیروی اهریمنی مانع از حرکت دادن پاهایم میشد. احساس می‌کردم بدنم چند 10 برابر سنگین‌تر شده و حرکت دادنش برایم محال است. مار جهنمی زهر خوشرنگش را همچنان بر سرم می‌پاشید و مرا سنگین‌تر می‌کرد. حس می‌کردم که دارم زیر بار آن درخشش آسمانی له می‌شوم، ولی ناگهان از شدت فشار کم شد و سبک شدم. آنقدر سبک که توانستم راه بروم. من به راه افتادم، ولی به جای اینکه به کاروانسرا نزدیک شوم به جهنم می‌رفتم. با هر قدم به خلاف قوای گرانش زمین به سمت بالا کشیده می‌شدم. شروع به دویدن کردم. در چشم هم زدنی خود را در آستانه ورود به دهان مار سیاه یافتم. انگار از پله‌ای نامرئی بالا دویده باشم. از آن بالا می توانستم حوض خانه را ببینم که زیر قطرات باران آبلگون شده بود. همچنین وحشت گربه‌ای روی دیوار را می دیدم که با دم پف کرده از من می گریخت. او را می شناختم. همان گربه لوس بازیگوشی بود که شبها شامم را با او شریک می شدم و موقع خوابیدن هم وزنش روی رخت خوابم سنگینی می کرد. او حالا از من می ترسید. انگار من خودم نبودم. قدرتی دیگر داشتم. چیزی که قبلا نداشتم. آن بالا حس عجیبی داشت. انگار از دیگران مهمتر بودم. می توانستم هر کار که دلم می خواهد بکنم. بدون اینکه به کسی یا جایی جواب پس بدم. درست مثل عالم خواب. اول به سرم زد از پنجره اتاق روبروی خودم که در اجاره یک دختر جوان و زیبا بود مخفیانه دید بزنم. بعد فکر کردم داد و هوا را بیاندازم و همه را متوجه عروج آسمانیم کنم. خلاصه فکر و برنامه 10 نوع شیطنت سلولهای مغزم را در می نوردید. فکرهای مسخره‌ای که از گفتنشان هم شرم دارم. من در آن لحظه به تنها چیزی که فکر نمی کردم زندگی زمینیم بود. اینکه باید دوباره به همان اتاق محقر و کوتاه سقف برگردم را به کل از خاطر برده بودم. احساس می کردم که همیشه جهنمی بودم و به آن پایین‌ها تعلق ندارم. یک جور حس خدا بودن در من تولید شده بود که وصفش تقریباً محال است. آن شب اول نتوانستم آنتی منها را ببینم. در همان حالی که از دهانه مار سیاه جهنمی به پایین نگاه می کردم و در خیالات خودم غرق بودم، این موجودات عجیب مرا از پشت گرفتند و روی چیزی شبیه چهارپایه نشاندند. عجیب بود که در آن لحظات هیچ ترسی نداشتم. فقط هیجان بود که در درونم موج می‌زد. آنها چیزی شبیه عینک روی چشمایم گذاشتند. گوشی‌هایی روی گوشایم قرار دادند. به نوک 2 تا از انگشتانم گیره‌های نوک‌تیزی وصل کردند و سرآخر جسم نرمی که شبیه اسفنج بود را هم به سوراخ‌های بینیم فرو کردند. دردم آمد ولی فریاد نزدم.
بینیم تقریبا مسدود شده بود و به سختی اکسیژن را به ریا فرو می‌دادم. دهانم را باز کردم تا راحت‌تر نفس بکشم. به محض اینکه آرواره‌هایم از هم فاصله گرفتن، چیزی در دهانم فرو کردند. جسمی که نه جامد و نه مایع بود را روی زبانم قرار دادند. چیزی خمیر مانند، شبیه یک نوع سیال غیر نیوتنی که دور تا دور زبانم را احاطه کرد. بعد مرا رها کردند. چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که رعشه گرفتم. انگار جریان برقی را از بدنم عبور می‌دادند. نورهای عجیب و غریبی روی عینکم می آمدند و می رفتند. از نقطه‌های کوچک چشمک‌زن شروع شد و به لوزی‌های تو در تو و رنگی رسید. چشم‌هایم به آنها خیره می شد. یک جور بازی با رنگ بود. شبیه همین رقص نورهای لیزری که در جشن‌ها درست می کنند. صداهای عجیب و ناآشنایی در گوش‌هایم می‌لولیدند. صداها شبیه ناله‌های زنی بود که با معشوقی نامرئی عشق می‌بازد. یا دقیق‌تر بگویم، شبیه ناله‌های زنی بود که در خیالات یک مرد عشق بازی می‌کند. دست‌هایم سوزن سوزن می‌شدند. پنجه‌هایم انگار آهن‌ربایی شده بودند که در یک انبار پر از سوزن رها شده باشند. ترکیبی از بوهای متنوع را می‌شنیدم. از بوی آهن سوخته تا بوی آمونیاک، بوی کاکل باران خورده و بوی کاغذهای کتاب نو. مزه‌های آشنا در دهانم شکل گرفته بودند. مزه‌های فرار، چیزی بین گس و تلخ خوشایند، از همان مزه‌های مرموزی که همه آنها را می‌شناسند. به یکباره انگار در دشت وسیع از خاطره‌هایم رها شده باشم، به زمانهای گذشته سفر کردم. از کودکی تا نوجوانی و از نوجوانی تا جوانی همه را دیدم. این حالت زیاد طول نکشید، حدود 1 دقیقه یا کمی بیشتر. بعد همه چیز به حالت عادی برگشت. ماسک‌هایی که به من وصل بود را از تنم جدا کردند و روبرویم ایستادند. آنها 3 تا بودند. 3 آنتیمن جوان. مطلقاً نمی ترسیدم. یک جور حس قرابت بینمان بود. انگار سالهاست آنها را می شناسم و با آنها زیستم. آنتیمن‌ها بسیار به انسان‌ها شبیه‌اند. اگر به دندان‌ها، موها و پوستشان دقیق نشوند، تمیز دادنشان از انسان تقریباً غیر ممکن است. پوستشان از انسان‌ها صافتر است و روی سرشان هم مو ندارند. دندان‌هایشان فقط کمی پهن‌تر از دندان‌های انسان است. دندان عقل هم ندارند. بقیه تفاوت‌هایشان با نگاه اول به چشم نمی‌آید. مثلا پایشان 4 انگشت دارد. لوزه و آپاندیس هم ندارند. همینطور که داشتم جزئیات اولیه را کشف می‌کردم، یکی از آنها زانوی راستش را خم کرد و 1 قدم جلو آمد. چشم در چشم من دوخت. چند ثانیه بعد از لای دندانهای پهن و براقش این کلمات بیرون ریخت: سلام بر تو. ما اطلاعات زبانیمان را به مغز تو منتقل کردیم و جزئی از توده نرم آن را با اطلاعات آنتیمنی ها انباشتیم. باشد تا از آن استفاده کنی. بعد انگار میخواست جمله‌اش را نقطه گذاری کند، دست راست را بالا آورد و با انگشت سبابه روی هوا کوبید. این رخداد و این جملات مؤدبانه که انگار از یک نطق کلاسیک و ادبی جدا شده بودند، هیجان زیادی در من تولید کرده بود و قلبم به قفسه سینه‌ام لگد می‌زد. ولی بر خود مسلط شدم و به نشانه تایید سرم را 2 بار در راستای عمودی حرکت دادم. آن شب ترسیدم با آنها حرف بزنم. حکم کسی را داشتم که یک زبان خارجی می‌آموزد، ولی اعتماد به نفسش اجازه نمی‌دهد با بومیان آن زبان صحبت کند. آنتیمن‌ها مرا بیهوش کردند و وقتی به هوش آمدم کنار حوض حیاطمان زیر باران افتاده بودم. دختر اتاق روبرویی که گویا به طور اتفاقی متوجه من شده بود، بالای سرم بود و احوالم را می‌پرسید. وقتی او را با لباس بلند و رسمیش دیدم خنده‌ام گرفت. او را با لباس خوابی که در آن بالا دید زده بودم تجسم می‌کردم. سالها بعد صبح روز تولد 63 سالگیم، لابلای کادوهایی که برایم ارسال شده بود، چشمم به یک جعبه غریب افتاد. روی آن به خط آنتیمنی نوشته بود: فوتی دانه ایخی، یعنی برای یک دوست. شوکه شدم، فوراً بازش کردم. آنقدر دستپاچه بودم که کاغذ 3 درب جعبه پاره شد و محتویاتش به زمین ریخت.
یک کتاب و یک چیز قلم مانند در جعبه بود. شیء قلم مانند موقع افتادن قل خورد و زیر کمد رفت. با شوق و شغف تقریبا بدون درنگ کتاب را باز کردم. داستان بود، داستانی نه چندان دراز. این را از ضخامت 1 سانتیمتری کتاب میشد فهمید. داستان 1 سانتیمتری آنتیمنی را یک شبه خواندم. خسته کننده بود و پر از درازنویسی‌های حوصله سربر، اما در کل کتاب عجیبی بود و تأثیر زیادی بر من گذاشته بود. بعد از خواندن آن کتاب تا 1 هفته حال عادی نداشتم. مثل دیوانه‌ها به گوشه خیره می‌ماندم و در دریای فکرهای دور و نزدیک غرق می‌شدم. این را بعدها همسایگانم برایم تعریف کردند. 1 سال بعد فکر بکری به سرم زد. تصمیم گرفتم آن کتاب را ترجمه و منتشر کنم. احمقانه بود ولی به ریسکش می‌ارزید. هرچه بود فقط من می‌توانستم آن را بخوانم و اگرچه از بازار نشر و کتاب خبر داشتم، ولی متاسفانه دلیلی نبود که بار یک مسئولیت منحصر به فرد بر شانه‌هایم حس نکنم. اندیشه‌ای که در مغز بماند می‌پوسد و کتابی که خوانده نشود مشتی کاغذ است. با این رویکرد نیمه همیشه مخالف مغزم را عقب می‌زدم، نیمه تاریک و قرقروی وجودم را، نیمه‌ای که وقتی بر من غالب بود فوق‌العاده تنبل می‌شدم. کاراکترهای تعداد بیشمار داستان‌های نیمه کاره‌ای که در مغزم خاک می‌خورند را می‌دیدم که جلویم رژه می‌روند و دشنامم می‌دهند. با این حال دنبال بهانه‌ای بودم که از خیر و شر این قوز و بالاقوز بگذرم. با چند نفر از دوستان اهل فن که در فنون از زیر کار درروی استاد کامل بودن حرف زدم. با دوستان نویسنده هم مشورت کردم. بیفایده بود. فقط یکیشان که خانومی میان سال بود پیشنهاد خوبی داد. لازم نیست عیناً آن را ترجمه کنی. ویرایشش کن و داستانی متفاوت از آن بیافرین. البته من به این خانم محترم نگفته بودم که کتاب مذکور را آنتیمن‌ها نوشتن. گفته بودم کتابی باستانی از نویسندگان قدیمی است. ولی خب حرفش حرف حساب بود. شروع به نوشتن کردم. وقتی قالب کتاب کمی فرم و شکل گرفت با چند دوست دیگر که رمانخوان‌های کارکشته بودن هم حرف زدم و نظرشان را خواستم. بیشترشان جوابی دادند که دوست داشتم بشنوم. مزخرف است. این جواب بهترین بهانه بود تا از خیر داستان بگذرم و نیمه تاریک و تنبل وجودم را خوشحال کنم. ولی صبح روز بعد بهانه از دستم گریخت. گویا 1-2 نفر از دوستان که شکل اولیه داستان را خوانده بودند از آن خوششان آمده بود و یا دست کم اینطور وانمود می‌کردند. یکی تلفن زدم و با گفتن جمله منتظر بقیه‌اش هستم مرا در عمل انجام شده قرار دادند. 1000 مدل حقه سوار کردم تا اراده نوشتن را در خودم تولید کنم. بالاخره رو در روی طوفان عظیم تنبلی ایستادم و قدم برداشتم. کم کم از کار خودم خوشم آمد و در متن داستان غرق شدم. بالاخره هرچه بود داستان آن کتاب به من هم مربوط می شد. خودم شاهد عینی بخشایی از آن بودم. مثلا آنجا که رودی با آن جرم مشبک کیهانی برخورد می کند یا آنجا که زویی با کشیش مورگان بر سر شمع‌های کلیسا حرف می زند. من هم حاضر بودم و ماجرا را از نزدیک تماشا کردم. هرچند آنتیمن‌ها این جای داستان را تغییر دادند. تازه برخورد سنگ با آن قطار باربری که در صفحات بعد خواهید خواند هم کار من بود. اینها انگیزه‌های من بودند برای نوشتن. تنبلی و داستان‌های نیمه کاره مانده هم بهانه‌ام بودند برای ننوشتن. در میان کشمکش‌های نیمه‌های تاریک و روشن وجودم از هوش رفتم و وقتی به خود آمدم داستان را شروع کرده بودم. رودی یک آنتیمن است. همانطور که به سیاره ما آمد، همان که آن شب مارش را در جهنم پارک کرد، او 40 سال پیش در یک سفینه فضایی غول‌پیکر متولد شده بود. پدر و مادرش هر دو از آنتیمن‌هایی بودند که نسل اندر نسل در سفینه زندگی کرده بودند. آنها میراث علمی اجدادشان را یدک می‌کشیدند. اجداد دور او سالها پیش، دقیق‌تر بگویم 2371 سال پیش، در قالب یک مأموریت اکتشافی عازم سفری طولانی شده بودند. سفر آنها برای کشف ماهیت ماده تاریک طرح‌ریزی شده بود. در این سفر دور و دراز
آنها جدای از هر چیز خاطرات خود را هم ثبت می‌کردند. آنتیمن‌ها موجوداتی پیشرفته‌تر از ما هستند و برای ثبت وقایع نیاز به نوشتن یا عکسبرداری از آنها ندارند. می‌توانند اطلاعات ارسالی از چشم و گوش و بینیشان را مستقیما به کامپیوترهای کوانتومی منتقل کنند یا عملیاتی برعکس را صورت دهند. فقط در انتقال بوها و مزه‌ها کمی مشکل دارند. آنها نوشتن را صرفاً برای تفنن و داستان نویسی دوست دارند. معتقدند که نوشته‌ها اعتبار علمی ندارند و به هیچ دردی نمیخورند. رودی پس از گذشت 40 سال زمینی از زندگیش به طور کاملا تصادفی به منظومه شمسی برخورد و زمین را در آن میانه پیدا کرد. او 50 سال زمینی به صورت ناشناس در زمین زیست و تحقیقات مفصلی گرد آورد. سپس در آستانه 90 سالگی در شبی بارانی که از رعد و برق‌ها روشن بود، برای همیشه زمین را ترک کرد. پیش از رفتن مصمم بود تا یک یادگاری از خود به جا بگذارد. وقتی که هنوز سفینه کمکیش اوج زیادی نگرفته بود و داشت برای آخرین بار از منظر بالا به شهر و خانه‌ها نگاه می‌کرد، جوانی را دید که تلوخوران در حیاط یک خانه زیر باران می‌دود. فکری به ذهنش رسید و بلافاصله 2 آنتیمن دیگری که در سفینه کمکی بودند را خبر کرد. باقی ماجرا را هم که خودتان می‌دانید. رودی پس از اینکه از سیاره زمین دور شد، برای اینکه هم وقتش را پر کرده باشد و هم فرزندانش که بالاجبار تا 10 نسل در همان سفینه متولد خواهند شد، چیزی از او به ارث برده باشند، شروع به نوشتن کرد. او داستانی را بر پایه مشاهداتش از زمین به رشته تحریر درآورد، شخصیت پردازی کرد و قوه تخیل را به جوشش درآورد. رودی روی صندلی راحت خود لم داد، قلم را به دست گرفت و چنین آغاز کرد. لای رخت خوابش فرو رفت و وقتی از خواب بیدار شد، بعد قلم را در دست عرق کرده‌اش چرخاند، ته آن را روی شقیقه صیقلی‌اش گذاشت و به فکر فرو رفت. ناگهان کاغذ را پاره کرد و روی کاغذ بعدی چنین نوشت: لای رخت خوابم فرو رفتم و وقتی از خواب بیدار شدم. این بار کاغذ را پاره نکرد، ولی تمام آن کلمات را خط زد و باز به فکر فرو رفت. او بیشتر از اینکه کتاب‌های انسان‌ها را مطالعه کرده باشد، داستان‌های نوشته آنتیمن‌ها را خوانده بود. در واقع او اصلاً کتاب‌های انسانی را نخوانده بود، فقط محتویاتش را به مغزش انتقال داده بود. از همین رو می‌دانست که محبوب‌ترین و مرسوم‌ترین شیوه نگارش برای فرزندانش روایت دوم شخص مفرد است. اول دلش می‌خواست کاری متفاوت انجام دهد و زیر بار سنت‌های نوشتاری نرود، ولی کم کم میشد نشانه‌های تسلیم شدن را در چهره‌اش خواند. ساعتها فکر کرد و تصمیماتش را بررسی کرد. بالاخره تصمیم نهایی را گرفت. فکرش را از دودلی‌ها پاک کرد و قلم را برداشت. چند لحظه بعد چنین جمله‌ای روی کاغذ نقش بسته بود: لای رخت خوابت فرو می‌روی و وقتی از خواب بیدار می‌شوی. دیگر کاغذ را پاره نکرد، آن را خط هم نزد. لای رخت خوابت فرو می‌روی و وقتی از خواب بیدار می‌شوی، خود را در دل یک بیابان خشک و برهوت می‌یابی. چیزی به یاد نمی‌آوری و گیج و منگ از جایی که در آن بیدار شده‌ای به افق خیره می‌مانی. می‌کوشی به یاد بیاوری که کی هستی و برای چه آنجایی. ناگهان صدای بوق مانندی تو را از جا می‌پراند و رشته‌های تمرکز افکارت را از هم می‌گسلد. صدا از بیسیم توست و تو به یاد می‌آوری که نامت زونیاست، آنتیمن نابغه‌ای که ماشین زمان را اختراع کرده و دیشب اولین سفر را در بعد زمان انجام داده است. بیسیم را پاسخ می‌دهی. صدای دخترت را می‌شناسی که از تو می‌پرسد کجایی و تو چون نمی‌دانی کجا هستی سکوت می‌کنی. صدای پشت بیسیم ادامه می‌دهد: موفق شدی؟ ماشینت کار کرد؟ الان کجایی؟ و تو در پاسخ فقط به یک کلمه بسنده می‌کنی: نمی‌دانم. رودی با هر جمله‌ای که می‌نوشت ریا بیشتر به این واقعیت پی می‌برد که استعداد نویسندگی ندارد و داستانش مزخرف از آب در خواهد آمد،
ولی مصمم بود چیزی بنویسد. آخرین کلمه نوشته‌هایش را دوباره خواند. نمیدانم. قلم را روی میز گذاشت و به فکر فرو رفت. به این میاندیشید که طی اقامتش در زمین به ندرت دیده بود انسان‌ها این کلمه را به کار برند. او بیشمار فیلسوفان و عرفایی را به یاد آورد که در پاسخ هر پرسشی پاسخی در آستین داشتند. دیده بود که حتی وقتی نادرستی پاسخهای این فلاسفه را جلوی چشمشان اثبات می‌کنند، باز هم پاسخهای قاطع میدن و از معرکه عقب نمی‌نشینند. مصمم‌تر شد، با خود عهد بست تا آنجا که در توان دارد بنویسد و این تجربیات را در داستانش منعکس کند. زونیا، شخصیت آفریده قلم رودی، آنتیمنی بود که از سیاره خود به زمین آمده بود و می توانست به خوبی از عهده این کار برآید. رودی از زبان زونیا سخن می گفت. ساعتها گذشت. رودی از نوشتن دست کشیده بود و به بررسی خاطرات ثبت شده در دوران زمینیش مشغول شده بود تا برای ادامه داستان سوژه‌ای مناسب پیدا کند. اول تصمیم گرفت زونیا را در قالب یک تماشاگر فوتبال به ورزشگاه بفرستد و شگفتی‌هایی از این رخداد بامزه را روایت کند. به یاد آورد که وقتی برای نخستین بار جمعیت زیادی را دیده که پول می‌دهند تا دویدن 22 نفر دنبال یک گوی باد شده را تماشا کنند، چقدر تعجب کرده بود. بعد خواست او را روانه موزه رینا سوفیا کند، جایی که تابلویی از پیکاسو را ترسیم کننده صحنه ورود سفینه‌اش در آسمان تلقی کرده بود. یادش آمد می‌خواست آن نقاشی که گرانیکا نام داشت را از بین ببرد، ولی بعد از اینکه سر عقل آمده بود منصرف شده بود و در عوض با پدیده جالبی به نام جنگ جهانی آشنا شده بود. این همان روزی بود که او با پدیده‌ای به نام مرز و مفهوم کشور هم آشنا شده بود و ساعتها به آن اندیشیده بود. رودی سردرگم مانده بود که زونیا را اول به کجا بفرستد و چه بلایی سرش بیاورد که هم منطقی به نظر برسد و هم کیف دهد. هرچه باشد او خالق زونیاست و برای خالق بازی کردن با مخلوق بسیار لذت بخش است. در این لحظات سفینه در حال گذر از ابرارد بود و تکانهای غافلگیر کننده بر آن وارد میشد. این تکانها تمرکز را از او گرفته بودند. نمیتوانست تصمیم درست و مناسبی برای ادامه روند داستانش بگیرد. قلم را لای برگه‌هایش گذاشت و آنها را در جای مخصوصشان سفت کرد. بعد به اتاق هدایت سفینه رفت تا فضای اطراف را بررسی کند. چیز خاصی نبود. سیارک‌های ریز و درشت در اطراف پراکنده بودند و غبار نچندان متراکمی همه جا را فرا گرفته بود. پلوتو و شارون هم از دور پیدا بودند. ولی یک چیز خیلی عجیب و ناب هم آنجاها وجود داشت. آشکارساز رادیوی سفینه یک لایه مبهم و مشبک را نشان می‌داد که در فاصله نامشخص تابش می‌کرد. رودی به سرعت سیگنال‌ها را بررسی کرد و به جستجوی اطلاعات درون مغزش که به کامپیوترهای جانبی متصل شده بود پرداخت. در کمتر از چند دقیقه زمینی همه اطلاعات موجود را جستجو کرد، ولی هیچ نشانه و خبری پیرامون این لایه مشبک پیدا نکرد. جرقه‌ای در مغزش درخشید و طولی نکشید که این جرقه تمام تنش را از شدت هیجان گرم کرد. فکر کرد که نشانه‌هایی از ماده تاریک یافته است و این یعنی که مأموریت طولانی او و اجدادش بالاخره دارد به ثمر می‌نشیند. می‌تواند با دست پر راه بازگشت را در پیش گیرد. کشف ماهیت ماده تاریک به این معنا بود که آنها خواهند فهمید جهان از چه ساخته شده است و آن چیزی که اثرات گرانشی‌اش این همه سال همه موجودات کائنات را به سخره گرفته بود چیست. دیده بود در زمین هم انسان‌های نابغه‌ای هستند که در پی گشودن این معما از هیچ کوششی فروگذار نیستند و خستگی نمی‌شناسند. او می‌خواست خودش اولین کاشف این حقیقت باشد. هیجان زیادی بر او چیره شده بود. آن شب را با شادی وصف ناپذیری به رخت خواب رفت. ولی خوابش نبرد. تصمیم گرفت داستانش را ادامه دهد و کمی با زونیا سفر کند. حالا با او احساس صمیمیت می‌کرد و در ذهنش او را زونیس خطاب می‌کرد. لازم است بگویم آنتیمن‌ها در مجمع سیاری شامل 3 سیاره زندگی می‌کنند
که حول ستاره سهیل می‌گردند. اجداد رودی روی بزرگترین سیاره آنجا می‌زیستند و سفینه‌ای که الان رودی در آن زندگی می‌کرد نیز در همانجا ساخته شده بود. اما زونی از سیاره کوچکتری بود که در مدار داخلی تری می‌گردید. در این سیاره به جز آنتیمن‌ها گونه‌ای همزاد آنها موسوم به آنتیمون‌ها هم سکونت داشتند. از آنجایی که سفینه مذکور در سیاره خودش ساخته شده بود، سازندگانش برای اینکه شرایط زندگی در سفر دور دراز را برای ساکنان آن آسان‌تر کنند، حالت بی‌وزنی را در آن از بین برده و شرایط سیاره‌شان را شبیه سازی کرده بودند. این کار با کمک چرخش‌های منظم و ایجاد گرانش مصنوعی انجام شده بود و علاوه بر جاذبه شب و روز مصنوعی هم تولید می‌کرد. شتاب گرانشی سیاره رودی 8 است و طبیعتاً همین شرایط نیز برای او شبیه سازی شده بود. مدت 50 سالی که او در زمین زندگی کرده بود، بدنش را با شتاب گرانشی زمین اخت داده بود. این عدد در زمین 9/8 است و همین باعث شده بود که او در ابتدای سفر به زمین احساس سنگینی و سستی کند. علت خلق زونیا در بیابان برهوت هم همین بود. او را در بیابان بزرگ آفریقا و درست روی خط استوا آفریده بود تا با ادامه مسیرش به سمت نواحی قطبی وزنش تغییر کند و بتواند تغییر شتاب گرانشی زمین را به تصویر بکشد. رودی دوباره قلم را برداشت، ولی فقط خطی روی کاغذ ایجاد کرد و به رخت خواب برگشت. بیخوابی او جدی بود. برای بار سوم تصمیم گرفت داستان را از سر بگیرد. قلم را برداشت و روی کاغذ به لغزش درآورد. با حرکات‌های پی در پی قلم روی کاغذ، زونی هم جان گرفت و داستان خسته کنندش ادامه یافت. به افق خیره می‌شوی، چیزی در آن نمی‌یابی جز آخرین پرتوهای ستاره‌ای زرد رنگ که در غبار افق محو می‌شوند. نامش را نمی‌دانی ولی مطمئنی که ستاره مرکزی منظومه است. چیزی نمی‌گذرد که هوا رو به تاریکی می‌نهد. برمیگردی تا افق پیرامون را رصد کنی. شاید با بررسی ستارگان بتوانی به موقعیت سیاره‌ای که روی آن حبوط کرده‌ای پی ببری. درست در افق جایی روی خطی که انگار آخر دنیاست و با شن‌های خوشرنگ پوشیده شده است، نقطه‌ای را در آسمان می‌یابی که تمام آسمان حول آن می‌چرخد. به یاد می‌آوری که در سیاره خودت نیز ستارگان این چنینی وجود داشتند. ستارگانی شاخص که درست بالای قطب‌های سیاره قرار گرفته بودند و آسمان بالای سرت دور آن نقاط می‌چرخید. مطمئن نیستی؟ می‌کوشی بررسی دقیق‌تری انجام دهی. 3 ستاره پرنور را در نظر می‌گیری و روی شنها دراز می‌کشی. می‌خواهی چرتی بزنی و بعد ببینی جای ستارگان چه تغییری داشته است. روی شنهای گرم و نرم بیابان دراز می‌کشی. با حرکت ملایم ماهیچه‌های پا خود را می‌چرخانی تا منطقه مورد بررسیت در دید کامل قرار گیرد. چشم‌ها را می‌بندی و منتظر می‌شوی گذر زمان به یاریت بشتابد. در واقع رودی می‌خواست نشان دهد که در خط استوا ستاره قطبی بسیار به افق نزدیک است و سعی داشت لحظه دلانگیز طلوع ماه در بیابان را از زبان زونی توصیف کند، ولی از نوشته‌هایش راضی نمی‌شد. حق داشت. او اصلا نویسنده خوبی نبود و مرتب مزخرف به هم می‌بافت. کاغذ را پاره کرد و از بین برد. دوباره دست به کار شد و با جملات خسته کننده و درازنویسی‌های اعصاب خردکن آنتیمنی چنین نوشت: به افق خیره می‌شوی و حرکت جسمی سیاه رنگ نظرت را جلب می‌کند. جسمی به مراتب بزرگ و سریع السیر که هیچ گونه اطلاعی در موردش نداری. ناخودآگاه دستت در جعبه ابزارت که با صدای بوق بیسیم از وجودش آگاه شده بودی فرو می‌رود و دوربینی از آن بیرون می‌کشد. چشمی‌های دوربین را روی چشمایت می‌گذاری و فوکوسر را می‌چرخانی. جسمی سیاه رنگ را می‌بینی که از آن سوی دوربین به شکل ماشینی لوله مانند رخ می‌نماید. لوله سیاه رنگ از 2 سوراخ که در جلویش قرار گرفته است نور می‌افشاند و به سمت تو می‌آید. هوا کمی تاریک شده و نورهای خروجی از سوراخ‌های ماشین
قوی‌تر به نظر می‌رسند. دوربین را زمین می‌گذاری و شروع به قدم زدن می‌کنی. حس می‌کنی بدنت سنگین و راه رفتن برایت دشوار شده است. پایت به جسم سختی برمی‌خورد و می‌افتی. خیلی زود از جا بلند می‌شوی و جسم سخت را برانداز می‌کنی. 2 میله فلزی می‌بینی که بر سطح زیر پایت به موازات هم و بیکران ادامه می‌یابند. جرمی پرنور در آسمان طلوع کرده و تو راحت می‌توانی با چشم مسیر این میله‌های موازی را دنبال کنی. مسیرشان به همان لوله رونده می‌رسد که الان بزرگتر شده و گویی فاصله‌اش با تو کمتر شده است. حالا دیگر صداهایی نیز از آن کرم خزنده به تو می‌رسد و مطمئنت می‌کند که دارد به تو نزدیک می‌شود. رودی در زمین با اثر دوپلر آشنا شده بود و در واقع می‌خواست آن را از زبان زویی بیان کند ولی کلمات با او راه نمی‌آمدند. ادامه داد: لوله نزدیکتر می‌شود و لرزشی را در میله‌های زیر پایت حس می‌کنی. مطمئن می‌شوی که آن کرم سیاه رنگ دارد بر روی این میله‌ها می‌لغزد و به سمتت می‌آید. از میله‌ها فاصله می‌گیری. وسایلت که شامل یک کیسه خواب سیار و یک جعبه ابزار است را مرتب می‌کنی. می‌خواهی با رسیدن ماشین لوله‌ای که بسیار به کرم شباهت دارد و احتمالاً وسیله نقلیه‌ای است بر روی آن بپری و به جایی که بیابان نباشد بروی. می‌دانی که بدنت بسیار نیرومند و کارآزموده است و انجام این کار نباید دشوار باشد. در سیارت بارها نمونه این کارها را کردی. تنها چیزی که می‌تواند برایت دردسر درست کند این است که این کرم لغزنده را نمی‌شناسی و نمی‌دانی چگونه بر آن سوار شوی. منتظر می‌مانی تا ماشین از راه برسد. رودی هرچه بیشتر می‌نوشت بیشتر از داستانش دلزده می‌شد. حس می‌کرد زویی موجودی بی‌عرضه، نادان، غیر خلاق و از همه بدتر بدبیان است. بدبیانی قهرمان داستان بی برو برگرد به شکست مفتضحانه کتاب منجر خواهد شد و او با خود اندیشید اگر قرار بود این داستان را در سیاره زمین منتشر کنند از آن داستانهایی می‌شود که 1000 جلدش هم به فروش نمی‌رسد. از خلق زویی راضی نبود ولی چاره‌ای هم نداشت. دست خودش نبود. درست است که داستانش خسته کننده بود و اول از همه دل خودش را زده بود. اما اعتراف به خلقت اشتباه هم چیزی نبود که از عهده‌اش برآید. نام کتاب انتقال ابدی. نویسنده آبتین پوریا. انتشارات آوای بوف. فایل دوم. avayaboof.com. فکر کرد کمی داستان را جلو ببرد. بعد حادثه‌ای ترتیب دهد و آن را به آخر برساند. با خود گفت او را در حادثه رانش زمین در چین از پا در می‌آورم. نه، اصلاً او را سوار همان قطاری می‌کنم که دارد می‌آید. 2 قدم جلوتر قطار از ریل خارج می‌شود و خلاص. از تصمیم خودش مکیف شد و مثل انسان‌های زمین‌زاده کف دست‌ها را محکم به هم کوبید. راه حل نهایی را یافته بود. اینگونه خلقتش هم بی حکمت نمی‌ماند. درس عبرتی می‌شد برای دیگر آنتیمن‌ها تا بی هوا روی هر چیزی نپرند. برای چند ثانیه زمینی یک فکر عجیب هم به مخیلش راه یافت. با این مضمون که بلای آسمانی نازل کند و همه جنبندگان را از بین ببرد. فقط تعداد محدودی موجود بارور و خوشبیان باقی بگذارد. بعد هم به خود ببالد و بگوید خب بازی از اول. خیلی زود این فکر را از خود راند. برای خلاصی از شر وسوسه‌اش هم شروع کرد به شمردن اعداد زوج به صورت معکوس. این کار را در زمین و از عرفای گمنام آموخته بود. به هر حال عزم را جزم کرده بود کار قهرمان داستان بیرمقش را یکسره کند تا به روال عادی زندگی بازگردد. مخصوصاً حالا که ردی از ماده تاریک هم پیدا کرده بود. آن شب راضی و خوشنود از اتخاذ تصمیم مناسب برای زونی به بستر رفت و زودتر از چیزی که فکرش را می‌کرد به خواب رفت. در خواب دید سفینه‌اش به دام یک سیاه‌چاله رنبشی گرفتار شده و هیچ راهی برای خلاصی از مکش گرانشی‌اش نمی‌یابد. همه موتورهای سفینه با قدرت کار می‌کنند ولی زورشان به گرانش سیاه‌چاله نمی‌رسد و چیزی نمانده که روی آن سقوط کند.
در خواب زونی را صدا می‌کرد و از او کمک می‌خواست، ولی بیفایده بود. یکی یکی موتورهای سفینه از کار افتادند و او با سرعتی غیر قابل تصور به سمت سیاهچاله مکیده می‌شد، در حالی که حالت تهوع شدیدی اعما و اعشایش را به هم می‌پیچید. مرگ را می‌دید که نزدیک می‌شود. وقتی سفینه‌اش متلاشی شد، نفس زنان در رخت خواب خیس از عرق از خواب پرید و دستش را ناخودآگاه روی سینه گذاشت. تپش‌های تند قلب را لمس کرد. انگار سعی می‌کند با نوازش آن را آرام کند. 2 بار کف دست را به سینه‌اش مالید. به طور کامل خواب از چشمش پرید و فکر کرد این کابوس حاصل درگیری فکریش با حوادث داستان است. تصمیم گرفت همان شب کار زونی لعنتی را تمام کند و ماجرا را با له شدن قهرمان زیر چرخ‌های آهنین قطار به پایان برساند. بیدرنگ و بدون اینکه اجازه دهد تردید در دلش راه یابد، کاغذها را برداشت و روی میز مخصوص نوشتن قرار داد. قلم را در دست گرفت و آخرین جملاتی که نوشته بود را بازخوانی کرد تا به روند داستان عادت کند و در آن محو شود. با خواندن آن جملات شوکه شد. اصلاً به یاد نمی آورد آنها را نوشته باشد. گرچه قبلا هم برایش پیش آمده بود که مطلبی را بنویسد و بعد آن را فراموش کند. محاذا این بار قضیه جدی تر بود و اصلا شیوه و سبک نوشتن جملات ناآشنا می نمود. کاغذها را به عقب ورق زد تا به آخرین جمله‌ای که مطمئن بود خودش نوشته است رسید. یعنی همان جایی که زونی منتظر رسیدن کرم خزنده بود. رودی نقطه‌ای که به عنوان پایان جمله گذاشته بود را دید و ذره‌ای شک نداشت که بعد از این نقطه کاغذها را کنار گذاشت و خوابیده است. ولی داستان ادامه یافته بود. این چیزی بود که قادر به درک و هضمش نبود. چندین بار خاطراتش را مرور کرد. حتی کامپیوتری که وقایع مغزش را ثبت می‌کرد را واکاوید. شکی نبود که او اینها را ننوشته است. دوست نداری زیر بار تقدیر بمانی. همیشه همین گونه بودی. این خصلت زمخت دست پاگیر از روز اول زندگی با تو بوده، همزاد توست، با تو زاییده شده و با تو خواهد مرد. سرت گیج می رود. حس می کنی در مغزت همه ای از خاطرات در هم می لولن. خاطرات دور و نزدیک، محو و روشن، نزدیکتر از کرم خزنده‌ای که به سمتت می خزد و روشنتر از چشمای براقش پشت غبار شامگاهی. در دیار کودکی ها قدم می زنی. لحظه هایی را به یاد می آوری که نمی دانی موجب افتخارند یا حسرت. چه بی اندازه تحقیر می شدی و رنج می بردی. اما زیر بار زور کمر خم نمی کردی و شرافت را نمی فروختی. در لابلای دالانی که سلولهای مغزیت گشودن، زونیای 16 ساله‌ای را می بینی که در تخیلاتش ماشینی برای سفر در بعد زمان اختراع کرده و آن را با دوستانش مطرح می کند. دوستانش از آن تیمنهای خنگ و عامی هستند و به او می خندند. زونیای 16 ساله مستأصل از همه جا و همه کس به غار تنهایی خود می خزد. غاری که لابلای کتاب‌های بیشمار ساخته شده است. او را می بینی که تا 21 سال دیگر که با آن تیمن زیبای مؤنثی آشنا می شود از آن غار بیرون نمی آید. زونیای 37 ساله را هم می بینی که با دوست تازه‌اش نیم شبی مست از عشق‌بازی‌های جوانی به خانه‌اش که یک اتاق استیجاری است می روند. از یادآوری خاطره‌های لعنتی‌ات که در مغز لعنتی تر از جاودانه شدن بیزاری. برای چند لحظه می‌کوشی از تماشایشان دست برداری، ولی نیم مازوخیست وجودت اصرار به دیدن دارد. تو می‌بینی زونیای 37 ساله را که با دوست زیبا و نابغه‌اش به خانه می‌روند. خانه اجاره‌ای که اتاقی محقر در میان 2 ردیف اتاق دیگر است و هر کدام به کسی اجاره داده شده است. دوست زیبای زونیای 37 ساله آن شب از بارداری ناخواستش میگوید و زونیای 37 ساله را با جمله به زودی پدر میشوی شوکه میکند. زونیای 37 ساله این سخن را نشأت گرفته از گیلاس‌های الکلی که در معده‌های دهان گشوده‌شان سرازیر شده تلقی میکند و به آن میخندد. دوست زونیا گیلاس بعدی را محکم به گیلاس زونیای 37 ساله میکوبد و به سمت دهان میبرد. لبش را بر لبهایش میگذارد. چند لحظه بعد گیلاس خالی را زمین میگذارد.
در حالی که لبش لکه سرخی نمایان است. بعد تکرار همین عمل را از دنیای 37 ساله تماشا می کند. این بار لبه گیلاس سرخ نمی شود. دنیای 37 ساله از شدت استرس و افتراض در نوشیدن سیاه مست می شود و برای خلاصی از دست این حالت که به زودی با استفراغ‌های دل به همزنی همراه خواهد شد دنبال راه فرار می گردد. دوست دنیای 37 ساله می بیند که او از جا می جهد. هیکلش را زیر شرشر سیلسا به حیات پرتاب می کند و لابلای اشک ابرهایی که زیر ضربه های شلاق رعد و برق‌های خروشان ناله می کنند گم می شود. در کوچه پس کوچه های خاطره هایت گم هستی که صدای تختق کرم خزنده نورانی به خودت می آورد. ترنمی که خبر از نزدیکتر شدن و رسیدن قریب الوقوع آن می دهد. هرگز دوست نداشته ای اسیر تقدیر باشی ولی گویا گرفتارش شده ای و به زودی در دستان غولاسا و قدرتمندش له می شوی. انگار که با صدای بلند فکر می کنی. و آن هم چه تقدیری که او نوشته است. خالقی دیوانه که در عرش فلزیش نشسته و با بدسلیقگی مهمل می بافد. مهملاتی که تقدیر تو هستند و ناچار به تسلیم و فنای در آنی. ساکت می شوی تا اطرافت را برانداز کنی. افق طلایی رنگ منتهی به نارنجی را می بینی که در دوردست‌ها با سطح غبارآلود و مات شده سیاره پیوند خورده است. زیر پاهای ورزیده و آماده‌ات ماده‌ای نرم و خوشایند شبیه خاک‌های سیاره خود می‌یابی. این ماده تا پیوندگاه افق و سطح سیاره همه جا تلمبار شده است. کنارت کوله پشتی را می‌بینی که روی همان دو خط موازی فلزی افتاده و دهانش باز مانده است. انگار با تو حرفی دارد که نمی‌فهمیش. همان جا که ایستاده‌ای و به ماده نرم زیر پاهایت زل زده‌ای به فکر فرو می‌روی. بعد از حدود 1000 از طول یک شبانه روز سیاره گردن را راست می‌کنی. کفش‌های سفید مستحکمت را روی سطح سیاره می‌لغزانی و با به جا گذاردن یک رد پای عمیق و طولانی نخستین گام‌های سرپیچی را با استواری برمی‌داری. رد پایی که شاید الهام بخش دیگران شود. دیگرانی که مانند تو هستند و نمی‌خواهند در حلقوم سیاه و تاریک غول سرنوشت بلعیده شوند و دست و پا زدنشان زندگی نام بگیرد. آنقدر محو افکارت شده‌ای و از تصمیم سرنوشت سازی که گرفته‌ای سرمستی که متوجه رسیدن کرم خزنده فلزی نمی‌شوی. به خودت که می‌آیی 2 نقطه نورانی از چند قدمی بر صورتت نور می‌پاشند. لحظه‌ای درنگ کافی است تا نامت به عنوان اولین تلفات پروژه سفر در زمان ثبت و اسرار اختراعت همگی با مخترعش به اتم‌های واپاشیده مبدل شوند. هرچه نیرو در بدن تنومندت نهفته در ساق پاها جمع می‌کنی. یک بار ستون و آن یکی را اهرم قرار می‌دهی. وقتی به خود میایی در فاصله چند قدمی خطوط موازی روی خاک نرم سیاره افتاده‌ای. بر آرنج‌ها تکیه داده‌ای و نفس‌زنان عبور تند و تیز ماشین کرمیشک را به تماشا نشسته‌ای. زیر نور جرمی که حالا دیگر می‌دانی قمر سیاره است، کرم رونده می‌رود و می‌رود. روی شبکیه چشم‌هایت تصویری از یک ماشین کرمیشک نقش بسته که انگار به سطح سیاره‌ای که در بالا قرار دارد چسبیده و با سرعت قابل توجهی به پیش می‌لغزد. جرم گرد و نورافشانی در منظره پشت ماشین قرار گرفته و عبور اتاقک‌های پرتعداد ماشین تلألؤش را منقطع کرده است. چنین می‌نماید که لامپی در چشمانت کار گذاشتند و مرتب چشمک می‌زند. یک لامپ چشمک زن در هر کدام از چشمایت کار گذاشتند. وقتی عصب‌های بینایی این تصاویر را به مغزت منتقل می‌کنند، به یاد می‌آوری که تنها راه فرار از این بیابان برهوت همین کرم فلزی لغزنده است که دارد آخرین شانس‌هایت برای رسیدن به شهرهای تمدن سیاره را با خود می‌برد. لحظه‌ای تعلل می‌تواند مسیر پروژه اختراعت را با خطر جدی مواجه کند. قبل از اینکه افکار مزاحم و دودلی‌ها بتوانند برای ارزندام مجالی بیابند، روی 2 پای ستون مانندت میستی و کوله پشتی را به کمر سفت می‌کنی.
در روشنایی قمرتاب که دیواره سرخ رنگ ماشین را روشن کرده، می‌بینی که آخرین اتاقک‌های شانس نزدیکتر شدن و فرصت زیادی برایت باقی نمانده است. دست دراز می‌کنی تا بر بدن ماشین دستاویزی برای گرفتن پیدا کنی. سرعتش زیاد است و خیلی زود با خم کردن آرنج دست را به عقب می‌کشی. تمام نیرو را در پاها جمع می‌کنی تا بلندترین پرش عمرت را رکورد بزنی. خسته و بیرمق در حالی که درد خفیفی آرنج چپ و نشیمنگاهت را قلقلک می‌دهد، روی سطحی ناهموار افتاده‌ای. تپه‌ای از سنگ‌های زمخت و سیاه پاهای تنومندت تا زانو در توده سنگ‌ها فرو رفته است. کف دست راست را روی شقیقه می‌گذاری تا عرق گرمی که از زیر کلاه خاک‌آلودت بیرون می‌خزد را پاک کنی. دست خیس از عرق را می‌تکانی. قطرات کوچک خون روی تپه سنگ سخت زمخت می‌چکند. سیاهی سنگ به سرعت سرخی خون را می‌مکد و زرشکی ملایم و براقی بالا می‌آورد. گوشه ستاره زرد رنگ مرکز منظومه که دیشب غروبش را دیده بودی سرک می‌کشد. از پشت یک توده سفید رنگ شبیه ابرهای سیاره خودت بیرون می‌زند. لکه‌های زرشکی خون که هنوز روی چند تکه سنگ پیدا هستند با اصرار بیشتری می‌درخشند. دست‌ها را تکیه‌گاه می‌کنی تا پاهای تنومندت را از زیر آوار سنگ‌ها بیرون بکشی. در حین این تقلا دستت به توده نرم و داغی برخورد می‌کند. نگاهش می‌کنی. کوله پشتیت را می‌شناسی که زیر تابش نور ستاره داغ شده است. می‌کوشی آن را نزدیک بکشی، ولی انگار آن را به جایی میخ کردن. محکم‌تر می‌کشی. کوله به کمر و کتف خودت بسته شده و با هر کشش کتفت درد می‌گیرد. آن را از خود جدا می‌کنی تا راحت‌تر نفس بکشی. دوباره می‌کوشی پاهای تنومندت را از حلقوم توده سیاه بیرون بکشی. کف دست‌ها را روی سنگ‌ها می‌گذاری. ته‌مانده انرژی و رمقی که برایت باقی مانده را در کمر جمع می‌کنی و قبل از اینکه مغزت فرصت کند راه حلی برای خلاصی پاها بیابد، با همه توان خود را عقب می‌کشی. نیمخیز می‌شوی و دست‌ها را به اطراف می‌فرستی تا برای گرفتن دستاویزی پیدا کنی. ناگهان خود را ایستاده بر توده سیاه می‌بینی، در حالی که در اتاقکی فلزی قرار داری و لوی دیوار کوتاه اتاقک را محکم در پنجه می‌فشاری. پاهای تنومندت هم به طور کامل از زیر توده سیاه رنگ زمخت بیرون آمدن. براندازشان می‌کنی سالم به نظر می‌رسند. درد قابل توجهی هم ندارن. کفش‌ها و لباست تا بالای زانو سیاه شده و گرد براق سیاه رنگ زیر تابش ستاره مرکزی منظومه می‌درخشد. باد نچندان ملایم و داغی که به سر و صورتت می‌مالد، ردی از خون داغ در امتداد مسیر خود شکل دادن. از بالای دیواره‌های کوتاه آن طرف اتاقک فلزی به خوبی پیداست. نگاه می‌کنی. تصویر منظره‌ای که روی شبکه چشم‌های اشک‌آلودت ایجاد شده چنین است. تپه‌های خاکی خوشرنگ و صیقلی از جنس همان تپه‌ها که قبل از آن پرواز رکوردشکن پیرامونت دیده بودی. گیاهان کوچک و خارداری که با تراکم ناچیز و پراکنده این طرف و آن طرف رویدن و از قیافهشان پیداست که برای زنده ماندن دست و پا میزنن. توده‌های خوشرنگی در دوردست که یادآور کوه‌های سنگی سیاره خودت هستند. تعدادی حشره کوچک که بر خاک می‌لغزند و چیزهایی از این قبیل. همه دارن با سرعت یک نواخت از کنارت می‌گذرند و لحظات سفر در فضا را برایت تداعی می‌کنند. چیزی که مغز هیجان زدت استنباط می‌کند این است که با سرعت ثابتی کمی تندتر از دویدن یک آنتیمن معمولی در حرکتی و اینکه تو در یک اتاقک فلزی 4 گوش ایستاده‌ای. اتاقک مستطیل است و از پایین به بالا پهن‌تر می‌شود. مقداری سنگ سیاه هم در آن ریخته‌اند. لحظه‌ای فکر کافی است تا متوجه شوی پرواز رکورد شکنت تو را در یکی از اتاقک‌های بدون سقف کرم فلزی انداخته و این سنگ‌های سیاه و زمخت هم احتمالاً ماده‌ای هستند که بر آن بارگیری شده است. آرامش خیال خاصی در مغزت تولید می‌شود. آرامشی که به تو می‌گوید چشم‌ها را ببندی و از سفر تنهاییت لذت ببری.
پرده سنگین شده چشمهایت پایین میآیند و نقوش در هم و برهم رویاها جلویش به هم میپیوندند. دم دروازه شهر خوابها میایستی تا رخصت ورود بیابی. صدای زنگ ممتد و اعصاب خردکن بیسیم بلند می شود. پرده سیاه چشمها بالا می روند و نور ستاره مرکزی تا ته شبکیه ها نفوذ می کند. با بیمیلی و دلخوری در کوله پشتی را باز می کنی. زنگ قطع شده. به تک تک ستاره های آسمان لعنت می فرستی و درش را دوباره می بندی. جرقه‌ای مغزت را مشتعل می کند. دوباره در کوله پشتی را باز می کنی. بیسیم لعنتی را بیرون می کشی و باتریش را امتحان می کنی. قسمت پایینیش که یک آزمایشگاه کوچک سیاره است را راه می اندازی. یکی از سنگ‌های زمخت سیاه را برمی‌داری. با دست دیگر نوک تیغه آزمایشگاه سیار را بر بدن آن می‌کشی تا نمونه گیری کنی. سرت گیج می‌رود، بیسیم را در کوله رها می‌کنی. یک دفعه زونیای 17 ساله را می‌بینی که در آزمایشگاه خانگی و خودساختش در همان غار تنهایی و لابلای ظرف‌های شیشه‌ای زمخت این طرف و آن طرف می‌رود. زونیای 17 ساله با پای برهنه، لباس ماندرز، ساعت مچی سیاه و قیافه‌ای جدی یک خودکار ارزان قیمت در دست دارد. گاهی بر صندلی فلزی می‌نشیند. آرنج راستش را روی میز کوچک جلویش می‌گذارد و سرش را که زیر نور تنها لامپ غار می‌درخشد به ته خودکار آبی رنگش تکیه می‌دهد. چنان که انگار خاطره‌های آینده را مرور می‌کند. خاطرهایی که هنوز به وقوع نپیوستند. بعد کاغذ را روی میز می‌گذارد و بلند می‌شود. وقتی خود 17 سالت را می‌بینی زیر لب غر می‌زنی. از همون اول فکرت خراب بود و حالا این شدی. کلمه آخر با اشاره دست به سینه خودت همراه می‌شود. انگار داری هیکلت را به یک موجود نامرئی که روبرویت ایستاده نشان می‌دهی. ورود ماشین خزنده به یک سوراخ رشته افکارت را پاره می‌کند و زونیای 17 ساله پشت توده‌ای از سلول‌های مغزی پنهان می‌شود. در عوض تصاویر دیواره‌های سوراخی که کرم فلزی در آن خزیده از حاکم مغزت می‌شود. دیواره‌های هلالی و صیقلی با انحنایی که معلوم است یک دایره را با قطری کمی بیشتر از پهنای اتاقک تشکیل می‌دهند. این دیوارها با چراغ‌های بزرگی روشن شدند. چراغ‌هایی که علی‌رغم ظاهر بزرگشان نور کمی می‌پاشند. ریسمان‌های ضخیمی که احتمالاً کابل‌های برق هستند این چراغ‌های تنبل را به هم پیوند دادند. علامت‌های متعددی در سر تا سر این سوراخ پراکنده شدند که با رنگ‌های تیره بر دیوارها تحمیل شدند. احتمال می‌دهی نوشته‌های ساکنین سیاره باشد. لحظه‌ای ترغیب می‌شوی این نظریه را امتحان کنی. دست را تا آرنج در کوله پشتی فرو می‌بری و بیسیم همه کاره را بیرون می‌کشی. دوربین اسکنردار را آماده می‌کنی و چشمه فرابنفش را راه می‌اندازی. بیسیم را محکم در هر دو دست می‌گیری تا لرزش را به کمترین حد ممکن برسانی. با احتیاط دوربین اسکنردار بیسیم را به سمت دیواره‌های سوراخ بالا می‌آوری تا رمزگشایی نوشته‌ها را انجام دهی. سنسور دوربین اولین علامت را شناسایی می‌کند. تابش نور تند و داغ ستاره مرکز منظومه تمام زحمتت را هدر می‌دهد. چهره در هم و دلخورت را رو به آسمان می‌گردانی و لعنت‌هایی که در همه عمر یاد گرفته‌ای را نثار توده زرد و درخشانی می‌کنی که دارد با همجوشی و تبدیل هیدروژن به هلیوم می‌سوزد. انرژی مسخرش را از راه همرو به تابش می‌رساند تا تو را بسوزاند. فریاد می‌زنی کوتوله بدریخت. در سفینه بزرگ رودی در تخت خوابی راحت لمیده بود و با چشم‌های نیمه باز و چهره‌ای عصبانی و تهیج شده داستان زونی را می‌خواند. فکر می‌کرد می‌خواسته زونی را زیر قطار له کند ولی او قصر در رفته و حالا سوار بر آن قطار مارگون از یک تونل هم عبور کرده است. نکته‌ای که برایش جالب می‌نمود این بود که قطار آفریده او یک قطار مسافربری بود ولی زونی بر یک قطار باربری که احتمالاً زغال سنگ یا کوکل حمل می‌کند پریده بود.
علاوه بر این جعبه ابزار زونی هم به کوله پشتی بدل شده بود. این موضوع او را به شدت ناراحت کرد، چرا که دیگر مطمئن شد زونی به او وابسته نیست و زندگی مستقلی دارد. یادش آمد که عشق آن را یکی از مخوفترین توهم‌هایی می‌دانست که انسان‌ها درگیرش می‌شدند. خودخواهی محض را عشق می‌نامیدند. انسان‌ها هم از استقلال معشوق می‌ترسند، درست مثل رودی که از استقلال زونی هراسان و دلخور بود، البته با اندکی تفاوت. او تا پیش از این جملات آخر زونی هنوز امید داشت. با خود می‌گفت شاید خودش داستان را ادامه داده و بعد آن را از یاد برده است. به هر حال کاری است که شده. در رخدادی نادر خالق در دست سرنوشت اسیر شده است. او خسته بود و می‌خواست بخوابد، ولی داستان زونی هم آنقدر جذاب شده بود که خواب را از چشمایش برباید. با این حال کم کم پلکایش سنگین شدند و خوابی عمیق می‌آمد تا او را با خود ببرد. رودی آن روز را سخت کار کرده بود و تقریباً تمام وقت را به بررسی و عکسبرداری از همان جرم مشبک که کشف کرده بود گذرانده بود. جرم توری مانند مبهمی که حدس می‌زد سر نخ‌هایی از ماده تاریک به دستش خواهد داد. در طول آن روز بارها کوشیده بود نقشه‌ای از آن ترسیم کند، ولی کاملاً بی‌نتیجه مانده بود. از این بابت خسته بود، گرچه ناامید نبود. او می‌دانست که اکثر انسان‌ها به کشف تمدن‌های بیگانه فضایی علاقه بیشتری دارند تا بررسی ماهیت چیزهای خسته کننده و بی‌مصرفی مثل ماده تاریک. این حقیقت به او آرامش می‌داد. خیالش راحت بود. می‌دانست در راه این کشف رقیب جدی ندارد. او در طول دوران سکونتش در زمین شاهد شکوفایی هرچه بیشتر دانشنما، خرافات، دروغ و باورهای عجیب و غریبی بود که می‌دانست دستمایه مضحکه و خنده آنتیمنها خواهند شد. انسان‌های بیشماری را دیده بود که در سنین بزرگسالی و حتی بعد از میانسالی همچنان مثل کودک 3 ساله مغزشان در سلطه جادوپنداری قرار داشت. بیشمار افرادی را دیده بود که به یک جادوگر فقیر پول دادند تا دروازه نامری ثروت را به رویشان بگشاید. دیده بود چگونه کارخانه‌هایی که لوازم بهداشتی تولید می‌کنند با درج کلمه گیاهی و گاه تنها با چسباندن عکس یک گیاه بر محصولاتشان فروششان را چند 10 برابر کردند. حتی منطقه‌ای به نام مثلث برمودا را هم می‌شناخت که منبع شایعات مکرر و انتساب ویژگی‌های مذموم بود. بررسی‌هایشان نشان داده بودند که آنجا هیچ تفاوتی با دیگر نقاط زمین ندارد. نکته جالب این بود که بررسی دانشمندان خودشان یعنی انسان‌ها هم عادی بودن منطقه مزبور را تایید می‌کرد، ولی همچنان قشر وسیع از انسان‌ها به انتشار شایعات عجیب پیرامون آن مشغول بودند. در ابتدا از این اعمال شگفت زده شده بود، اما بعدها که به طور اتفاقی پایش به بازار نشر مجله و کتاب باز شده بود، به علت اصلی این شایعه پراکنی‌ها پی برده بود. یعنی وقتی تیراژ عجیب و غریب کتاب‌ها و مجلات بی‌مصرفی را دیده بود که به این موضوعات می‌پردازند. رودی بالاخص از خواندن 2 کتاب بسیار پرفروش متعجب شده بود که به مبحث تمدن‌های بیگانه و جادوپنداری اختصاص داشتند و هیچ کدام رفرنس علمی نداشتند و بی‌اعتبار بودنشان از چند کیلومتری هویدا بود. این کتاب‌ها عرابه خدایان و راز نام داشتند و رودی از برگه‌هایشان برای پاک کردن شیشه‌های خانه‌هایی که در آنها ساکن می‌شد استفاده می‌کرد. صبح روز بعد رودی تصمیم گرفت کشیک‌های معمول که 2 روز بود انجام نشده بود را از سر بگیرد. سفینه به جز رودی آنتیمن‌های دیگری را در خود داشت که همگی از خویشاوندان دور و نزدیک هم به حساب می‌آمدند. آنها از نسل همان آنتیمن‌های نخستین بودند که سفر با سفینه را آغاز کرده بودند. آنتیمن‌های محقق ساکن سفینه در همان سفینه غول‌پیکر زندگی و زاد و ولد می‌کردند. همه به نوعی سفینه زاد محسوب می‌شدند. رودی آمار دقیقی از تعداد ساکنین سفینه نداشت،
و اگر هم میخواست نمیتوانست چنین آمار درستی به دست آورد. در این سفینه غول‌پیکر هم مثل هر جای دیگر کائنات تفریح و عشق بازی وجود داشت و اینکه آنها در یک پروژه علمی تحقیقاتی بودند مانع از تولید مثل‌های ناخواسته‌شان نمیشد. در واقع رودی تنها در زمین بود که با مفهوم ترس‌های اخلاقی مواجه شده بود. در زمین افراد بسیاری را دیده بود که صرفاً به خاطر موقعیت اجتماعیشان از بروز هیجانات و تجربه آنچه دوست داشتن انجام دهند می‌هراسیدند. دانشمندان بیشماری را می‌شناخت که جرأت ابراز علاقه نداشتند. شاعران فراوانی را دیده بود که از آنچه عشق‌های زمینی می‌نامیدند اعلام بیزاری می‌کردند، ولی در درون برای 1 ساعت همخوابی با همان معشوقه‌های زمینی لهله می‌زدند. مفهوم ترس اخلاقی را هم از دانشمندی به نام زیگموند فروید آموخته بود. فروید ترس‌های انسان‌ها را به 3 دسته متعارف، نامتعارف و اخلاقی تقسیم کرده بود. او همچنین دیوار محکم بد و زشت بودن سکس که سالها به وسیله عالمان علوم انسانی، عرفا، صوفیان، رهبران و مبلغین مذهبی بتن‌ریزی شده بود را با دینامیت آگاهی و علم فرو ریخته بود. از همین رو قشر سنتی از او بیزار و ترسان بود. رودی طی سالهایی که در کشورهای جهان سوم سکونت داشت، اوج این انزجار و ترس را دیده بود. مهازا او فروید را در کنار 2 دانشمند بزرگ دیگر به نامهای نیوتن و داروین پایه‌گذار اصلی علم تمدن انسانی می‌دانست. بالاخره تصمیمش را گرفت و برای بررسی نقاط مختلف سفینه به مرکز کنترل رفت. مرکز کنترل سفینه اتاقی بود که از آنجا میشد با دوربین‌های مداربسته همه جای سفینه را بررسی کرد. این دوربین‌ها تنها در طول موج فروسرخ فعال بودند و تصویری که به دست می‌دادند شامل لکه‌های رنگی بود. طراحان سفینه برای حفظ حریم شخصی ساکنین این تدبیر را اندیشیده بودند. کنترل کننده می توانست از حضور و کارهای آنتیمن‌ها مطلع شود، ولی نمی توانست آنها را به طور واضح ببیند. سفینه رودی یکی از 3 سفینه‌ای بود که صدها سال پیش از هم جدا شده بودند. در ابتدا سفینه شامل 5 بخش مجزا می شد. بخش میانی که در دل سفینه جا گرفته بود و مرکز نامیده می شد. شامل بیمارستان، مدرسه، شهربازی، دانشگاه، کتابخانه و هر آن چیزی می شد که برای یک زندگی روزمره نیاز است. بخش بیرونی تر که مثل حلقه پیاز مرکز را در آغوش گرفته بود و به آن خروج می گفتند، شامل آزمایشگاه‌ها، شتاب دهنده‌ها، سالن‌های کنفرانس و چیزهای از این قبیل می شد. وظیفه این بخش آماده سازی فارغ التحصیلانی بود که در مرکز تحصیل کرده و برای فعالیت در پروژه تحقیقاتی مهیا می شدند. همچنین کارخانجات تولید مایحتاج ساکنین سفینه و مرکز ایجاد جاذبه و شبانه روز مصنوعی نیز در این بخش قرار داشتند. 3 بخش دیگر سفینه با زاویه 60 درجه در 3 رأس مثلثی قرار گرفته بودند که کل سفینه را در بر می گرفت. 3 آنتیمن جوان که هدایت کنندگان اصلی سفینه بودند در این 3 ضلع مشغول به کار بودند. رودی هم یکی از این 3 آنتیمن هدایت کننده بود. آنها از بین 300 آنتیمن برای در دست گرفتن سکان سفینه برگزیده شده بودند. درست 3 روز پس از انتخاب رودی به این سمت از مرکز کنترل پروژه در سیاره پیامی رسید. این پیام دستورالعملی بود برای تفکیک سفینه به 3 بخش مجزا. طبق این دستورالعمل تثلیث سفینه از هم گسست و ساکنین بین این 3 سفینه تقسیم شدند. از آن روز او فرمانده بلا منازع سفینه خود بود و هر روز صبح بر حسب وظیفه‌اش از اتاق کنترل اوضاع و احوال سفینه را کنترل می‌کرد. اما 2 روز بود که وظیفه‌اش را به درستی انجام نداده بود. او زونی را مقصر این قصور می‌دانست. روز بعد بالاخره عزم جزم کرد و به اتاقک کنترل رفت. همه جای سفینه‌اش را با دقت بررسی کرد. چیز خاصی نیافت. همه چیز عادی به نظر می رسید.
البته اگر وجود آن لکه سرخ را نادیده بگیریم. توده سرخ رنگی که نشان از وجود یک آنتیمن داشت. بیش از حد به مرکز هدایت سفینه نزدیک شده بود. این بخش از سفینه در واقع محل سکونت فرمانده بود و کس دیگری اجازه ورود به آن را نداشت. رودی چند ثانیه‌ای به آن توده خیره شد. بعد با خودش گفت چیز مهمی نیست، ولش کن. و با تکرار این جمله از درب فلزی اتاق کنترل خارج شد. نصف روزی می شود که به دروازه تمدن سیاره رسیده‌ای. صبح امروز وقتی اولین خانه را دیدی، ستاره مرکز منظومه در حال طلوع بود و الان درست بالای سرت ایستاده. لعنت می طلبد. خانه های ریز و درشت کج و کوله این طرف و آن طرف به چشم می خورن. هر از گاهی وسیله نقلیه فلزی را می بینی که موجودات به ظاهر هوشمندی را حمل می کنند. خم می شوی تا هیکل متفاوتت را پشت دیوارهای اتاقکی که حمالت شده پنهان کنی. اگرچه از نظر ظاهر تفاوت چندانی با این موجودات نداری و بعید است که در نگاه اول متوجه بیگانه بودنت شوند، ولی احتیاط شرط عقل است. میکوشی بر دیواری فلزی اتاقک روزنه‌ای بیابی تا بتوانی بدون بلند شدن بیرون را تماشا کنی. مثل یک کرم خزنده روی توده سنگ سیاه میخزی و دیواری اتاقک را کنکاش میکنی. روزنه‌ای نمیابی. به خود میگویی اتاقک های مخصوص بار نباید هم سوراخ شده باشند. شاید خواستن پودر و خاک حمل کنند. هان؟ یک پرتو نور چشمت را میزند. نمیتواند از ستاره مرکزی باشد. از سمت پایین میتابد. نگاه میکنی. خیلی زود متوجه بازتاب نور ستاره مرکز منظومه میشوی که قرص زرد رنگش در شیشه بیسیم همه کاره پیداست. برای اولین بار بر این انوار آسمانی لعنت نمیفرستی. ممنونش هم میشوی. راهکاری را پیش رویت نهاده که به عقل خودت نرسیده بود. در حالی که زیر لب غر میزنی چرا زودتر به عقلم نرسیده. بیسیم را بر میداری و روی توده سیاه رنگ دراز میکشی. اندامت 2-3 وجب از لبه دیواری اتاقت پایین تر است و محال است ناظری بتواند تو را از بیرون ببیند. بیسیم را که روی سنگ‌های سیاه افتاده برمی‌داری و آن را کمی بالاتر از لبه دیواری اتاقک نگه می‌داری. با چرخش موج زاویه‌اش را تنظیم می‌کنی تا شیشه بیسیم بتواند تصاویر بیرون اتاقک را به سمت چشمایت هدایت کند. اول چیزی نمی‌بینی. با تغییر انحنای قرنیه که کار فوکوسر را انجام می‌دهد، بالاخره تصاویر واضحی را به مغز می‌فرستی. تصاویر شامل منظری از بناهای گوشه‌دار متعدد است که بی‌تناسب مثل گیاهان بی‌قواره در کنار هم رویدند. سوراخ‌های 4 گوش فراوانی بر این بناها ایجاد شده است. با تجربه‌ای که از سیاره خود داری حدس می‌زنی در و پنجره باشند. پنجره‌های کوچک، درهای رنگ و رو رفته. موجوداتی شبیه خودت که روی 2 پا راه می‌روند و معلوم است گونه غالب سیاره هستند. ناخودآگاه آنها را آنتیمن نما خطاب می‌کنی. در انعکاس نوری که از صفحه بیسیم در چشمانت فرو می‌رود، یک آنتیمن نما را می‌بینی که می‌کوشد جعبه مکعبی سیاهی را از زمین بردارد. 2 آنتیمن نمای دیگر که با کوله خرت و پرت و با سرعت راه خود را می‌روند و در چشم به هم زدنی تصویرشان محو می‌شود. یک آنتیمن نما سوار بر یک وسیله نقلیه دوچرخ تعداد زیادی از قطعاتی را حمل می‌کند که به نظر می‌رسد کتاب باشد. او برای به حرکت درآوردن وسیله نقلیه‌اش با پاها بر یک اهرم فشار می‌آورد و آن را می‌چرخاند. یک وسیله نقلیه بزرگ و زرد هم برای چند لحظه در مسیر دیدت قرار می‌گیرد. زاویه بیسیم را تغییر می‌دهی تا کف شهر را ببینی. مغزت برای تشخیص سطح ناهموار و تکه‌پاره آنجا زحمت زیادی نمی‌کشد. غر زدن زیر لب را از سر می‌گیری. اینجا محله فقیرنشین یک شهر بزرگ است یا کلاً شهرهای این تمدن لعنتی همین مدلی‌اند. بیسیم را روی سینه می‌گذاری و چشم‌ها را می‌بندی. حس می‌کنی از سرعت ماشین حمل کنندت کم می‌شود. سر و صداهای زیادی که یک دفعه بالا می‌گیرد وادارت می‌کند دوباره بیسیم را بالا ببری.
حجم انبوهی از وسایل نقلیه باربر در نزدیکیت قرار دارند. یک ماشین لوله دیگر هم درست در موازات تو حرکت می کند. بالای سرت سقفی سفید رنگ ظاهر می شود. مغز پرکارت همه تصاویر را حلاجی می کند و نتیجه را چنین اعلام می کند. تو در یک محوطه صنعتی هستی و به زودی آنتیمن نماها برای تخلیه بار ماشین به سراغ اتاقک‌ها می آیند. از جا می پری و سر جا می نشینی. سرت 2 وجب از لبه اتاقک بالاتر است. همه چیز به روشنی پیداست. شکی نیست که در حال ورود به یک محوطه صنعتی هستی. حس می کنی پایان خط نزدیک است. راهی نمانده جز تماس مستقیم با گونه‌های هوشمند تمدن. دیر یا زود کشفت می کنند. بعد هم معلوم نیست از کجا سر درآوری. آزمایشگاه، موزه، سالن کنفرانس، شاید هم زندان. در حالی که با اضطراب دور و بر را نگاه می کنی، با صدای بلند فکر می کنی خب اوضاع خیلی هم ناجور نیست. میتونست بدتر بشه. مثلا اگه وسط یک اقیانوس یا بالای یک کوه هبوط می کردم، باید از این کوچولو ممنون هم باشم. با این جمله ریموت ماشین زمان را در دست می فشاری. ادامه می دهی من که با اینا فرقی ندارم. لباسامو عوض می کنم، کفشام هم همینطور. فقط کله‌مو نداره که اونم زیر کلاه پیدا نیست هان. در همان حال که نشستی شلوار را پایین می کشی. همه لباسها را عوض می کنی. کلاه تر و تمیز سیاه رنگی در کوله سوراخ داری. دست می کنی آن را هم بیرون می کشی. همراه کلاه مقداری خرت پرت دیگر هم بیرون می ریزد. یک آینه، یک لیوان، یک ریموت زاپاس و یک عینک تیره مخصوص مکانهای با نور زیاد. کلاه را روی سر می‌گذاری و به انداختن وسایل بیرون ریخته در دهان کود و تاریک کوله مشغول می‌شوی. فقط عینک را در کوله نمی‌گذاری، آن را به چشم می‌زنی. به نظر می‌رسد سطح وسیع از فضای اطراف چشمایت را پوشانده باشد. آینه‌ای که تازه از وجودش خبردار شدی را دوباره بیرون می‌کشی و خود را برانداز می‌کنی. زونیای درونت فریاد می‌زند: مو نمی‌زنم، من هم یکی از اونام، فقط مونده کفش. کفش‌های سفیدت را نگاه می‌کنی. زیادی مجلل به نظر می‌رسند. آنها را در کوله می‌گذاری و یک جفت کفش ساده‌تر که رنگ تیره دارد را از آن بیرون می‌کشی. کفش‌ها را که می‌پوشی فکری به سرت می‌زند. برای اینکه وزن کوله را کم کنی، کفش‌های سفید را دوباره از کوله بیرون می‌آوری و زیر توده سنگ‌های سیاه پنهان می‌کنی. بعد روی پا می‌ایستی. دست راست را بر لبه اتاقک می‌گذاری. با دست دیگرت کوله را برمی‌داری و پایین می‌پری. سر و صداهایی از دور می‌شنوی که بوی صنعت می‌دهند. می‌کوشی بی‌توجه باشی ولی کنجکاوی سمجی درونت را می‌خورد. دنبال صدا می‌روی و خیلی زود در میابی سر و صدای خالی شدن بارها است که توسط کارگران انجام می‌شود. کارگران لباس فرم قرمز پوشیدند و کلاه فلزی بر سر دارند. چهره مهربانشان از دور هم قابل تشخیص است. جرأت می‌کنی و نزدیکتر می‌روی. بی‌شباهت به تو نیستند. فقط کلاهشان فرق دارد و عینک‌هایشان تیره نیست. می‌خواهی آنقدر نگاهشان کنی تا همه بار را خالی کنند. می‌دانی که تنها راه نجات همین کارگرانند. می‌خواهی آنقدر تعقیبشان کنی تا به بیرون هدایتت کنند. براندازشان می‌کنی تا یکی را برای تعقیب انتخاب کنی. فرق چندانی با هم ندارند. لااقل زیر این لباس‌های فرم اینگونه به نظر می‌رسند. همگی با قد و هیکلی کم و بیش یکسان این طرف و آن طرف می‌دوند و بار سیاه و خشن اتاقک‌ها را تخلیه می‌کنند. عینکت را برمی‌داری تا بهتر ببینی. رنگ موهایشان فرق دارد. این را وقتی میگویی که تفاوت رنگ موهای کارگران را می‌بینی که از زیر کلاه‌هایشان بیرون زده. یکی از کارگران که موی سفید دارد را برای تعقیب انتخاب می‌کنی. به او زل می‌زنی. کارش این است که با یک میله که درازیش نصف قد خودش است و سری پهن دارد، سنگ‌هایی که از اتاقک‌ها پایین ریخته را عقب بزند. آنها را از 2 خط موازی زیر ماشین کرمی شکل دور کند. به دیواره یکی از اتاقک‌های تخلیه شده تکه می‌دهی تا انتظار را آسان‌تر کنی. حرکت ناگهانی اتاقکی که بر آن تکه داده‌ای نگاهت را از کارگر سپید مو به سمت کرم خزنده بزرگ برمیگرداند.
اتاقک‌ها به حرکت درآمدند و با سرعت یک نواخت و ملایمی روی میله‌های موازی می‌لغزند. خیلی زود به این نتیجه می‌رسی که برای خروج از اینجا بهتر از قید کارگر موسفید را بزنی و بار دیگر بر اتاقک‌ها سوار شوی. به هر حال این ماشین غول‌آسا از اینجا خارج خواهد شد. بدون لحظه‌ای مکث دست‌هایت را به لبه‌های اتاقکی که پهلویت می‌خرامد گیر می‌دهی و با تلاش نچندان زیادی در آن می‌پری. صدای برخورد کفش‌های رسمیت با کف حکایت از خالی بودن اتاقک دارد. الان دیگر در حالت ایستاده هم چند وجه پایین‌تر از لبه هستی. به کوله پشتی دست میزنی تا از وجودش مطمئن شوی. آن را بیرون میآوری و کنار میگذاری. یک نفس عمیق میکشی. اتاقک لغزنده به حرکت یک نواختش ادامه میدهد در حالی که تو و کوله‌ات در آن ایستاده ای. گردن را حرکت میدهی و به منظره بالا نگاه میکنی. همه تصاویر که موقع ورود به محوطه دیده بودی را با ترتیب وارونه تماشا میکنی. اول از زیر یک سقف غیر هموار سبز رنگ میگذری. بعد چراغ‌های بیشماری را می‌بینی که یکی یکی در اتاقک سرک می‌کشند و نور زرد و سفیدشان بر دیوارها می‌رقصد. چراغ‌ها جایشان را به لوله‌های بزرگ و دهانگشادی می‌دهند که از راه می‌رسند. لوله‌ها مثل هیولاهای آسمانی دهان‌های تاریک و مخوفشان را روی اتاقک می‌گیرند و رد می‌شوند. بعد هم همان سقف سفید رنگ که اول از همه دیده بودی. سقف سفید به اندازه طول 3 بار تپش قلب ظاهر می شود و بعد جایش را به آسمان صاف و هوای آزاد می بخشد. تابش نور ستاره مرکزی به داخل اتاقک نمی رسد. حدس می زنی باید نزدیک غروب باشد. پنجه 2 دست را بر لبه اتاقک محکم می کنی تا خود را بالا بکشی، ولی صدای برخورد جسمی با دیواره منصرفت می کند. چند لحظه مکث می‌کنی و دوباره اقدام می‌کنی. لبه را می‌گیری و با خم کردن آرنج چشم‌ها را به بالای لبه مزاحم می‌رسانی. حدست درست است. ستاره نزدیک غروب آخرین پرتوهای نور را بر اتاقک لغزنده می‌افشاند که در حال ترک شهر است. یک آنتیمن نما هم از دور پیداست. می‌دانی که هر لحظه از شهر دورتر خواهی شد. دست‌ها را شل می‌کنی. همین که کف کفش‌هایت به کف اتاقک می‌خورند، کوله را برمی‌داری و برای یک پرش دیگر آماده می‌شوی. دوباره پنجه‌ها را بر لبه اتاقک محکم می‌کنی تا بیرون بپری. نام کتاب انتقال ابدی. نویسنده آبتین پوریا. انتشارات آوای بوف. فایل سوم. avayaboof.com. خبرها حاکی از آنند که زونیا واسر، نخستین آنتیمنی که موفق شد در رقابت تنگاتنگ با آنتیمونها ماشین زمان را اختراع کند و به سفر برود، در نخستین سفر آزمایشی خود از سیاره کوچک و دور افتاده‌ای به نام زمین سر درآورده است. این سیاره در مجمع السیاره هشتگانه‌ای قرار دارد که به گرد یک کوتوله زرد می‌چرخند. وی در پیام کوتاهی که برای دخترش میشا ارسال کرده، مدعی شده که او نخستین موجود خارجی نیست که از آن سیاره دیدن می‌کند و این شایعه را به وجود آورده که احتمال دارد یک آنتیمن یا آنتیمون دیگر پیش از او موفق به اختراع ماشین زمان شده باشد. بنابراین مجمع علمی ثبت اختراعات میان سیاره‌ای فعلا از ثبت اختراع زونیا خودداری و آن را به پس از انجام تحقیقات تکمیلی موکول کرده است. زونیا همچنین مدعی شده گونه هوشمندی که کنترل سیاره مذکور را بر عهده دارد تفاوت عمده‌ای با گونه‌های دیگر سیاره ندارد. او گفته این موجودات حتی به خوردن گوشت و پوشیدن پوست دیگر گونه‌ها نیز می‌پردازند. زونیا مدعی است خود از یک مرکز پرورش و قتل عام گونه‌های زنده بازدید کرده است. او تأکید کرده این قتل‌ها که جهت خوردن گوشت و کندن پوست به منظور تأمین خوراک و پوشاکشان صورت می‌گیرد، در تمدن مذکور امری عادی به حساب می‌آید. آنی گیرنده پخش اخبار را خاموش کرد و به ادامه بازی مشغول شد. او آنتیمن مؤنثی بود که 1/5 از میانگین طول عمرش را گذرانده بود.
آنی 3 روز قبل در رشته فیزیک فارغ التحصیل شده بود. او که نام کاملش آنینا بود 90 روز قبل با یک آنتیمن نابغه آشنا شده بود و از آن موقع هر روز با او بازی‌های فکری انجام می‌داد. بازی آنها به این صورت بود که یکی از طرفین اسم یک کتاب را با انگشت روی هوا می‌نوشت. طرف دیگر باید جملات آغازین آن کتاب را از حفظ می‌خواند و به تعداد کلماتی که بیان کرده بود امتیاز می‌گرفت. این بازی طرفداران زیادی نداشت و زنده ماندنش را مدیون کتابخوان‌ها بود. آنی با دوستش به صورت آنلاین بازی می‌کرد. در بازی آنلاین به جای نوشتن نام کتاب با انگشت آن را بیان می‌کردند و تقریباً هر روز هم خودش برنده می‌شد. نوبت او بود نام کتاب را گفت. میراث. بلافاصله صدای دوستش را شنید که با تون دورگه و مردانش دکلمه کرد: من سالهاست مردم از همان لحظه که چشمهای خمارش تمام هستی و داراییم را از راه چشمهای نمناک و بهت زدم بیرون کشید و در سیاهی جاودانی خود حل کرد. مردمک چشمان او سیاه چاله‌ای بود که با تمام قوای گرانشی خود مرا، هستیم را و زندگی و تار و پود تنم را در خود می کشید و تکه تکه می کرد. مکث کرد تا نفس تازه کند. آنی گفت: باشه امروز تو برندی، شاعری تو به رخ نکش. دوستش گفت: من همیشه برنده بودم، تو جر میزنی. آنی یک لحظه مکث کرد. لبخند بزرگی پهنای صورتش را در بر گرفت. بعد با حالتی جدی که لبخندش را لو ندهد گفت: مزخرف نگو، جنبه برد داشته باش. حالا یه بار 4 جمله که اونم شعر بوده حفظ کردی یا؟ دوستش گفت: شعر کجا بود؟ یعنی تو حتی این کتابو نخوندی و اینقدر ادعا داری؟ آنی انگشتش را گاز گرفت. شانه‌هایش بالا رفت و گردنش به سمت جلو خم شد. دوستش ادامه داد: چیه؟ میخوای بازم جرزنی کنی؟ جا زدی بچه سوسول. نمیخوام بیای اصلاً به درک. آنی گردنش را راست کرد و با صدای رسا و بلند از پشت میکروفون دستگاه ارتباطیشان داد زد: چی میگی بابا؟ من ترسیدم، من جا زدم، همین امشب میام اصلا. دوستش گفت: امشب کار دارم. آنی داد زد: آها دیدی؟ حالا کی جا میزنه عزیزم؟ دوستش گفت: فردا شب منتظرت هستم، همون ساعت همیشگی. و ارتباط را قطع کرد. آنی هم در حالی که دکمه قطع ارتباط را فشار میداد زیر لب غر زد: همون ساعت همیشگی. فردا شب آنی سر ساعت مقرر و طبق معمول 70 روز گذشته به خانه دوست تازه‌اش رفت. دوست آنی آنتیمن مذکری بود که به تنهایی زندگی میکرد و خیلی کم از خانه بیرون میآمد. 7 سال از آنی بزرگتر بود و به قول عوام الناس به هم می آمدن. او اخلاق خاصی داشت و از دید عموم جامعه نرمال نبود. به همین خاطر دوستان زیادی نداشت. در واقع آنی اولین دوست او محسوب می شد. آنی سر ساعت مقرر انگشتش را که در یک دستکش نازک محافظت می شد روی کلید زنگ در گذاشت. بلافاصله در باز شد و او پای 4 انگشتیش را داخل خانه گذاشت. طول حیاط را با 37 قدم منظم طی کرد و به اتاق دوست دیوانه‌اش وارد شد. اومدی؟ اینطور به نظر میرسه. این مکالمه کوتاه همیشه و طی همه ملاقات‌هایشان تکرار میشد و به نوعی سلام و احوال پرسی به حساب می آمد. اگر هر کدام از طرفین دیالوگش را کامل و بی‌نقص ادا نمی کرد به این معنی بود که اشکالی در کار است. آنی و دوست دیوانه‌اش بعد از یک عشق‌بازی کوتاه نشستند تا طبق قراری که با هم داشتن به میگساری مشغول شوند. قرارشان این بود که بعد از میگساری برای اولین بار یک مسابقه فیزیکی و بدنی انجام دهند. شب از نیمه گذشته بود و باران شدیدی باریدن گرفته بود. هوای خانه نمناک و سرد بود. برای فرار از سرما به الکل پناه برده بودند و گیلاس‌هایشان یکی پس از دیگری در دهانها خالی می‌شد. یک دفعه دوست آنی با لحنی که از ترس و وحشت مملو بود و در حالی که با دست به سمت صورت او اشاره می‌کرد گفت: این کیه؟ طولی نکشید که اندام‌های درونی آنی از وحشت شروع به رعشه کردند. دوست آنی
به چشمهای او زل زده بود و رنگش پریده بود. ناگهان به هوا پرید و زیر باران دوید. آنی سر جای خود میخ شده بود و از ترس و سرما میلرزید. ضربان قلبش لگدهای دردناکی بر قفسه سینه‌اش میزدند و تند تند نفس میکشید. صدای در که خبر از بازگشت دوستش میداد قلبش را آرام کرد، ولی هنوز جرأت نگاه کردن به او را نداشت. همینطور که صورتش را میان دستهای کوچکش پنهان کرده بود گفت: برگشتی عزیزم؟ چی شد؟ صدای دخترانه پاسخ داد: لطفاً بیا کمک کن. دوستت تو حیاط بیهوش شده. آنی صورتش را از روی دستهای عرق کردهش بلند کرد و دید یک دختر جوان دوستش را آورده و مشغول نشاندنش روی صندلی کنار دیوار است. کارش که تمام شد رو به آنی گفت: من همسایه روبرویی هستم. اتاق من اونجاست و با دست اتاقی را در آن طرف حیاط نشان داد. ادامه داد: اگه کمکی خواستید به من بگید. آنی که از جا بلند شده بود تشکر کرد و جلو دوید. دختر همسایه رفت و در را پشت سر بست. آنی گفت: چی شد عزیزم؟ دوستش مکث کرد. بعد از یک سکوت طولانی گفت: هیچی، هرچی بود تموم شد. با محاسبات رودی سفینه او حدود 2300 سال دیگر به سیاره‌اش می‌رسید و این در صورتی بود که او مسیر مستقیم را پیش می‌گرفت. می‌دانست عمرش از 1/10 این زمان هم کمتر است و به احتمال نزدیک به یقین هرگز به خانه باز نخواهد گشت. میانگین عمر آنتیمن‌ها 150 سال است، ولی این تکنولوژی را دارند که محتویات نرم افزاری مغزشان را به طور کامل به کامپیوترها منتقل کنند. این کار خیلی پیچیده‌تر و کاراتر از اعمال ساده‌ای مانند انتقال اطلاعات کتاب‌ها به مغز و این چیزهاست. آنها قادرند همه اطلاعات مغز را منتقل کنند. می توانند در اواخر عمر یا هر زمان که دلشان بخواهد مغزشان را منتقل کنند و در جسم کامپیوتر تا ابد زنده بمانند. این تکنولوژی در زمان اجداد دور رودی هنوز موجود نبود. در زمان پدر و مادرش نیز که یک نسل بالاتر بودند و تازه این تکنولوژی نوپا را می‌دیدند، به جز تعداد معدودی از ثروتمندان کسی موفق به انجام این کار که آن را انتقال ابدی می‌نامیدند نشده بود. رودی تنها راه جاودانه شدنش را در ماهیت آن جرم مشبک مرموز و دستان زونی می‌دید. می‌دانست اگر موفق به کشف ماهیت ماده تاریک شود، نامش تا ابد جاودانه خواهد ماند. یا اگر زونی نقشش را خوب بازی کند و داستانش دلچسب از آب درآید، جاودانگی او هم تضمین می‌شود. ولی با خود گفت: جاودانگی نام به چه دردم می‌خورد؟ این دلخوشکنک‌ها مال 5 انگشتی هاست. وقتی خودم نباشم که ببینم، می‌خواهم نامم هم 1000 سال سیاه نباشد. وقتی ناراحت بود انسان‌ها را 5 انگشتی خطاب می‌کرد. او از این که دیده بود بسیاری از انسان‌ها جاودانگی نام و یاد را مثل جاودانگی خود می‌دانند سخت متحیر شده بود و آن را ناشی از ناتوانیشان در جاودانگی واقعی می‌دانست. معتقد بود روزی که انسان‌ها به تکنولوژی انتقال ابدی دست پیدا کنند، این باور هم خود به خود از بین خواهد رفت. او اعتقاد انسان‌ها به جهان پس از مرگ را هم ناشی از همین عدم تکنولوژی جاودانساز می‌دانست و آن را نوعی تسلی خاطر برمی‌شمرد. رودی در یادداشت‌های حاشیه داستانش نوشت: من در زمین پی بردم که 5 انگشتی‌ها به 2 چیز بسیار بها می‌دهند و آن را مقدس می‌نامند، یکی دین و دیگری وطن، و من یقین دارم هر دوی آنها به زودی از بین خواهند رفت. اولی با دستیابی به تکنولوژی انتقال ابدی و دومی با تماس اولین تمدن بیگانه رنگ می‌بازد. با این وجود از این که می‌دید در کشف ماهیت ماده تاریک انتقال ابدی صورت نمی‌گیرد، دلسرد بود، ولی چاره‌ای نداشت. در زمان ساخت سفینه انتقال ابدی هنوز در حد یک نظریه بود و طبیعی بود که امکاناتش در سفینه موجود نباشد. همانطور که گفتم در زمان حیات پدر رودی بود که انتقال ابدی به طور گسترده و روزمره در تمدن آنها مورد استفاده قرار گرفت و خبرش به سفینه هم رسید. سفینه رودی و مرکز کنترل سیاره با یک سیستم انتقال پیام مرتبط بودند که پیام‌ها را با سرعتی بیشتر از سرعت نور به سفینه می‌رساند.
این سیستم بر پایه به درهم تنیدگی کوانتومی کار می‌کرد و می‌توانست کدهای دستوری را به صورت آنی به سفینه منتقل کند. در این کار محدودیت‌های فراوانی وجود داشت و ارتباط دو طرفه معمول امکان پذیر نبود. به همین خاطر دستورات و پیام‌های مهم و ضروری را که ممکن بود روزی نیاز شود از قبل آماده و در یکی از کامپیوترهای مرکز کنترل سفینه ذخیره کرده بودند. هر بار مسئله مهمی پیش می آمد که باید به گوش ساکنین سفینه برسد. کد مربوطه را ارسال می کردم و فرمانده سفینه به سراغ فایل‌های از پیش ذخیره شده می رفت تا دستور مورد نظر را بیابد. یک روز وقتی کد دستوری رسیده بود و فرمانده به سراغ فایل دستورات رفته بود، دیده بود دستوری در کار نیست و فایل مذکور این است: باز کردن این پوشه به این معناست که کد مورد نظر به شما رسیده است و در سلامت به سر میبرید. این یک دستور نیست، خبر مهمی است که از قبل پیش بینی شده است. ما موفق به کنترل کامل انتقال ابدی شدیم. رودی اینها را در خاطرات سکاندار سابق سفینه خوانده بود. روزی که برای جانشینی و به قرنطینه بخش خروج رفته بود. آن قسمت از خاطرات سکاندار پیشین که به هدایت سفینه مربوط میشد را به مغز او منتقل کرده بودند و طبیعتاً بعد از بازنشستگی رودی هم همراه تجربیاتی که او به آنها افزوده است به مغز سکاندار بعدی منتقل میشد. با یادآوری این خاطرات به فکری عمیق فرو رفت و برای نخستین بار با خود اندیشید ممکن است حق با انسانها باشد. به یاد گفتگوی داغی افتاد که با یک عارف مشهور داشت. عارف مذکور معتقد بود که انسانها در وجودشان جوهری پاک و متمایز از جسم فیزیکی دارند. جوهری خلل ناپذیر و غیر فانی که روح نامیده می شود. او گفته بود این جسم انسان است که از اتم‌ها ساخته شده است و بعد از مدتی می میرد، ولی روح فناناپذیر، نامیرا و ابدی است. رودی از او خواسته بود تا وظایف روح را شرح دهد و بگوید چگونه بر جسم اثر می گذارد. ولی عارف جواب قانع کننده‌ای نداده بود و مرتب از محاسن روح و معایب جسم دم زده بود. این جملات همانطور در مغز رودی میلولیدند. اگر فقط جسم باشیم، همواره با ترس از مردن خواهیم زیست. اگر فقط جسم باشیم، عشق و هوس یکسان است. اگر فقط جسم باشیم، با یک ماشین فرقی نداریم. اگر فقط جسم هستیم، پس خوابهای ما از کجا می آیند؟ اگر فقط جسم هستیم، کشف و شهود و الهام از کجا می آیند؟ عارف سپس به دوگانگی دکارتی پرداخته بود و ادامه به موارد بیشماری از تناسخ‌های ثبت شده اشاره کرده بود. دست آخر هم 10 بیت شعر از شاعران مشرق زمین به سخنرانیش سنجاق بود. آن روز رودی به تمام پرسش‌های عارف پاسخ داده بود و دلایل علمی و اثبات شده را در رد وجود روح ارائه داده بود. ولی حالا پشیمان بود. فکر می‌کرد که عارف زیاد هم بیراه نمی‌گفته. به خصوص تشبیهی که از جسم انسان و ماشین بیان کرده بود، رودی را تحت تاثیر قرار داده بود. با خود گفت حالا به فرض که انسان‌ها روح داشته باشند. من که انسان نیستم. بعد انگار می‌خواست مطمئن شود، نگاهی به پای 4 انگشتیش انداخت و با صدای بلند شمرد 1 2 3 4. روی نیمکت چوبی خشک و صیقلی نشسته‌ای و به کتابی که پیش رویت گشوده چشم دوخته‌ای. نگاهت به کتاب است ولی فکرت جاهای دیگری سیر می‌کند و حوادثی که از سر گذرانده‌ای می‌اندیشی. سلول‌های مغزیت تصاویری واضح شکل دادن و تو می‌بینی زونی‌های تازه به زمین آمده در آستانه ورود به یک کارخانه بزرگ از بالای اتاقک حمل کوک پایین می‌پرد و چند ساعت بعد دوباره بر آن سوار می‌شود. او در حالی که کوله پشتی بزرگی حمل می‌کند بر یک وسیله نقلیه بزرگ سوار می‌شود و به مرکز یک شهر شلوغ می‌رسد. او ظاهری متفاوت دارد اما باعث جلب توجه انسان‌ها نمی‌شود و خیلی راحت زندگی می‌کند. در نخستین قدم اکتشافیش به رمزگشایی رسم الخط و زبان انسانی می‌پردازد. به محلی می‌رود که مملو از کتاب‌های کاغذی است و افراد برای مطالعه به سالن‌های ساکت و آرامش پناه بردند. آنجا می‌نشیند
و تا لحظه پایان زمان کاری محل کتاب می‌خواند. او اسکنر بیسیم را روی صفحات کتاب‌ها می‌گذارد و همه اطلاعات موجود را از طریق سنسورهایی که در کلاهش تعبیه شده است به مغز منتقل می‌کند. آن روز را با خواندن 30,000 صفحه کتاب که عمدتاً شامل ادبیات، فلسفه، رمان، روانشناسی و اطلاعات عمومی می‌شود می‌گذراند. شب هنگام برای اینکه انرژیش ته نکشد به سمت رستوران‌ها راه می‌افتد. یک دفعه به یاد می‌آورد که در زمین نمی‌شود بدون پول خوراک به دست آورد. گذشته از آن یافتن خوراک‌هایی که در پختشان از گوشت استفاده نشده باشد هم بسیار دشوار است. اینها را از کتاب‌هایی که خوانده است می‌داند. از فکر خوردن بیرون می‌آید و در اندیشه خواب فرو می‌غلطد. زونیا شب را در یک محوطه باز که از درختان سرسبز شده است می‌گذراند. کیسه خوابش را پهن می‌کند و لایش می‌لغزد بدون اینکه کسی مزاحمش شود. چند دقیقه بعد همسایگانی از راه می‌رسند و سر تا سر محوطه باز پر می‌شود از کیسه خواب‌های مقوایی سفت. با صدای بلند فکر می‌کند از کجا معلوم اینها آنتیمن نباشند. صدای دلانگیزی که در فضا میپیچید تو را به خود میآورد. تصاویر زونیای چند روز پیش رنگ میبازند و توجهت به اتفاقی که در چند قدمیت در حال وقوع است جلب میشود. آنقدر غرق و محو در افکارت بودی که متوجه نشدی همه نیمکت‌هایی که پیرامونت را احاطه کرده بودند پر شده. پیش روی تو و همه کسانی که آنجا نشستند یک کتاب باز است. قیافه‌ها داد میزنند که مثل تو فقط چشمهایشان است که به کتاب مینگرد. فکرها جای دیگری است. ساختمانی که در آن نشسته اید هم یک بنای کهنسال بزرگ است و با نقاشی‌های عجیب و غریب تزئین شده. بر دیوار انتهای سالن تندیسی بزرگ قرار دارد. تندیس انسان جوانی را نشان می‌دهد که با چهره کودکانه حضار را می‌نگرد. تلاش مجسمه ساز را می‌ستایی. با خود فکر می‌کنی سازنده این تندیس هنرمند فقیری بوده و کوشیده اوج رنج و بدبختی خودش را در مظلومیت و معصومیت چهره و حالات بدنی اثر تجسمیش متولور کند. کنار پای این تندیس انسان مذکری می‌بینی که لباس بلند سفیدی پوشیده و هرچند که مو دارد ولی کلاه بر سر گذاشته. خویشتن را آماده یک سخنرانی غرا نشان می‌دهد. سمت چپ مرد جوانی بر چهارپایه نشسته. ساز بزرگی را به نواختن واداشته است. اگر اطلاعاتت درست باشد که حتما هستند، آن ساز بزرگ پیانو است. و آن مرد کلاه بر سر هم پدر مقدسی است که به زودی خطابه قرائت خواهد کرد. اینها شکی برایت نمیگذارند که در دل یک کلیسا نشستی. در کتاب‌ها آنقدر پیرامون این فضا خوانده‌ای که حاضر نمی‌شوی یک ثانیه زمینی را هم در آن تلف کنی. بلند می‌شوی تا رفع زحمت کنی. با حرکتی که زمینی‌ها آن را خرچنگی می‌گویند، از میان نیمکت‌های به هم چسبیده عبور می‌کنی. پاهای تنومندت را از چنگال نیمکت‌ها می‌رهانی و به سمت در می‌روی. درب بزرگی که بیشتر به دروازه‌هایی شباهت دارد که در کتاب‌ها توصیف شده بود. کنار در دو انسان سیاه پوش می‌بینی که دارن استوانه‌های باریکی را شعله‌ور می‌کنند و در آب می‌نشانند، انگار که نهال‌های آتش را در زمین می‌کارند. زیر لب غر می‌زنی، خب شمع روشن کردن‌ها را هم دیدم، حالا بروم تا غسل تعمیدم ندادن. برای چند لحظه حس می‌کنی موقعیتت مثل کسی است که وقتی در بیابان راه می‌رود به طور اتفاقی از کنار لانه گرگ‌ها سر درآورده است. چنین شخصی نمی‌تواند بگریزد و نمی‌تواند بماند. اگر بماند هر لحظه ممکن است دریده شود. اگر بگریزد جلب توجه می‌کند و گرگ‌های گرسنه را خبر می‌کند تا دندان‌هایشان را در گردنش فرو کنند. تنها راه چاره این است که آهسته آهسته از مهلکه دور شوی. آرام آرام لانه گرگ را ترک می‌کنی و به خیابان قدم می‌گذاری. آنقدر محو تماشای انسان‌ها می‌شوی که به کل گرسنگی را از یاد می‌بری. انسان ماده‌ای که حالا دیگر او را دختر می‌نامی از کنارت رد می‌شود. در دستش بند نچندان بلندی دارد که به موجود پشمالو و زیبایی بسته شده است.
کنکاش مغزی زیادی لازم نیست تا کشف کنی این موجود یک سگ دست‌آموز است. موجودی که انسان‌ها علاقه زیادی به آن دارند و کمابیش به آن احترام می‌گذارند. ناگهان به یاد می‌آوری دومین روز سکونتت در زمین را. از نزدیکی مراسم قتل عام 10 گونه پستاندار سر درآورده بودی. دیده بودی انسان‌ها با چه توحش مهار نشده‌ای موجودات زنده را اسیر، استثمار، شکنجه و قتل عام می‌کنند. شب هنگام هم که برای یافتن خوراک مجانی رستوران‌های متعدد را سر می‌زدی، دیده بودی چطور با حرص و ولع بر تکه لاش‌ها گاز می‌زنند و با اشتهای مهار نشدنی می‌خورند. در همان 2 روز اول انسان‌های بیشماری را دیده بودی که کفش‌های ساخته شده از پوست آن موجودات قتل عام شده به پا دارند. همه اینها را در گزارش کوتاهی برای دخترت فرستاده بودی. صدای ناقوس کلیسا که در هیاهوی شهر گم نشده به خودت می‌آورد. با خود می‌گویی قصابان جسم را سلاخی می‌کنند و کشیشان عقل را. کدام خونخوارترند؟ صبح امروز 2 بازپرس ویژه جنایی به سرپرستی سروان رایان استافورد جهت بررسی شایعاتی که در پی یک سرقت شبانه دهان به دهان می‌چرخد به محل اعزام شدند. آنها صورت جلسه‌ای تنظیم و خاطر نشان کردند این سرقت حوالی ساعت 6 بامداد و توسط 1 یا 2 سارق کارکشته صورت گرفته است. این تیم 3 نفره همچنین تأکید دارند سرقت کاملا عادی بوده و شایعات پخش شده پیرامون آن بی‌پایه است. با این وجود گزارشگر ویژه ما که در محل حاضر شده میگوید 5 نفر از ساکنین محل شهادت میدهند در آن ساعت مردی با ظاهری عجیب را دیدند که حوالی کلیسای بزرگ شهر پرواز میکرده است. آنها این حادثه را نشانه‌ای از ظهور مسیح میدانند، به ویژه که روزنامه را کنار میگذاری، همینطور که روی نیمکت پارک با صفا نشسته‌ای و یک کیسه زباله بدریخ را تکیه‌گاه کرده‌ای، دهانه بطری آب معدنی را به دهان میگذاری. خنکای دلچسبش را حس میکنی که در معده‌ات آرام میگیرد. بطری خالی را زمین میگذاری. زیر لب غر میزنی. این همه پول به چه درد کلیسا میخوره؟ روزی 200 تا شمع هم که روشن کنه باز تموم نمیشه. تازه هر روزم نقشه میکشن از مردم پول بگیرن. اسمشو گذاشتن خیرات. بازم دم پاستافاریانیس‌ها گرم. چند ثانیه به روزنامه خیره میشوی. باز لبهایت میجنبند. اصلا دلم میخواست اون پولها رو بردارم. توقع دارید من اینجا از گشنگی بمیرم؟ اون وقت شماها مردم رو به چیز نزدیک کنید. خوب کردم. از به کار بردن لفظ چیز به جای خدا خندت میگیرد. با صدای بلند میخندی. میکوشی مبلغ اسکناس هایی که از صندوق اعانات کلیسا برداشتی را تخمین بزنی. کیسه زباله را پیش میکشی. بعد نیز لااقل از گرسنگی نمیمیرم. این جمله را بعد از شمردن پولهای داخل کیسه زباله زیر لب میگویی. در کتابها خوانده بودی برای ایجاد امنیت بهتر از چیزهای با ارزشتان را کم ارزش نشان دهید. پولها را لباس زباله پوشانده بودی تا اسیر شاه دزدها نشوی. به فکر فرو میروی. برای همین نیست که بسیاری از دانشمندان به کلیسا میروند و نقاب تدین بر چهره علمگرای خود میگذارند. شاید در زمین دزد شعور هم وجود داشته باشد هان. آن روز را تا شب قدم میزنی و تمام وقتت به تماشای شهر میگذرد. اول از یک موزه و یک گالری دیدن میکنی. موزه شامل مجموعه های نابی از تاریخ تمدن جهان است و تابلوها و اشیای گوناگونی در خود جای داده است. آثار بیمانندی از تمدن عظیم یونان، تمدن شگفت انگیز ایران، تمدن پیشرو مصر و چین را یکجا می‌بینی. چیزی که در عالم باستان تقریباً محال بوده است. دانشمندان یونان، مهندسان ایران، ادیبان چین و نوابغ مصر اگرچه همزمان می‌زیستند، ولی در نبرد دائمی حکومت‌هایشان چیزی که فدا شد، مراوده‌های علمی مؤثر و همکاری بود. بعد به دیدن یک گالری نقاشی می‌روی و آثار 2 هنرمند را که از شکل و شمایلشان پیداست مشهور نیستند مرور می‌کنی. 2 ساعتی را در گالری می‌چرخی و می‌کوشی تکنیک و سبکشان را کشف کنی. این را نمی‌فهمی ولی به روشنی می‌دانی موسیقی که فضای گالری را مترنم کرده چیست. حس می‌کنی همه عمر با این موسیقی سر و کار داشتی.
آن را شنیده‌ای؟ نه، آن را زندگی کرده‌ای. با خود فکر می‌کنی احتمالاً همه انسان‌ها این موسیقی را می‌شناسند و اگر روزی قرار شود تحفه‌ای به تو بدهند تا به سیارت ببری، همین مجموعه نوت‌های اعجاب انگیز خواهد بود. برای گذراندن وقت می‌روی نظریت را امتحان کنی. بغل دستیت را می‌بینی که دارد با نگاهی عمیق تابلوها را برانداز می‌کند. نزدیک می‌روی. خانم به سمتت برمیگردد. عینکش را روی بینی جابجا می‌کند. بله. اسم این موسیقی چیه؟ نمیدونم. فاصله میگیری. نفر دوم که پسر جوان 20 و چند ساله‌ای به نظر میرسد را گیر میاندازی. آقا، اسم این موسیقی چیه؟ پسر با اعتماد به نفس خاصی نگاهت میکند. موزارت. تشکر میکنی و در میان آن همه تابلو دنبال تابلو خروج میگردی. پایت که به بیرون از گالری میرسد تازه یادت میافتد غر نزدی. احمقا منو مسخره میکنن. شایدم نه، یعنی میشه اینا هیچ کدوم. قطعا منو مسخره میکردن به خاطر این کلاه لعنتیمه. هوا تاریک و چهره شهر دلچسب‌تر شده. طی این چند روز هم این را به خوبی دیده بودی که شهر در چپ زیباتر، شادتر، مهیج‌تر و در یک کلام دلچسب‌تر است. خود را وسط جمعیت میاندازی و از خوشگذرانی‌هایی که دور از چشم آن کوتوله زرد مهیا میشوند لذت میبری. به تماشای یک کنسرت خیابانی کوچک مینشینی. با دختران زیبا میرقصی. بساط دستفروشان را تماشا میکنی. ولخرجی میکنی. چند دست لباس انسانی میخری. در یک رستوران گیاهی شام مفصل میخوری. دست آخر هم به یک سینما میروی. فیلم به مذاقت خوش نمیآید ولی تا آخر سانس در سالن میمانی و تنقلات به معده فرو میکنی. چراغ‌های سینما که روشن میشوند بلند میشوی و یک راست به سمت هتلی که چند قدم پایین‌تر از سینما دیده بودی میروی. نه آقا، گفتم که بدون کارت شناسایی نمیتونیم بهتون اتاق بدیم. این کار جرمه. من از راه دوری اومدم و جای خواب ندارم. متاسفم ولی هیچ کاری نمیتونم بکنم. اگه پول بیشتر بدم چی؟ مثلا 2 برابر. متصدی هتل سوال آخر را با جمله اتاق شماره 202 پاسخ میداد. لبهایت می جنبد. حلال همه مشکلات را در کیسه زباله هم دارم. در اتاق کنترل سفینه همه چیز رو به راه بود و لکه‌های سرخ به کار خود مشغول بودند. 3 لکه سرخ در باغ‌های خروج مشغول کار بودند و لکه آبی رنگی را به پای درختان می‌رساندند. 6 لکه سرخ که 2 تا بزرگ و 4 تا کوچکتر بودند در شهر بازی پلاس بودند. 2 عدد لکه سرخ در یک تخت خواب ادغام شده بودند و می درخشیدند. لکه‌های نیلی و سبز و زرد بیشماری هم در آزمایشگاه‌ها بالا و پایین می شدند. رودی نگاهش را از مانیتورهای بخش خروج برگرفت و یک راست به راهرو منتهی به فرماندهی خیره شد. دنبال آن لکه‌ای می‌گشت که قبلا دیده بود و می‌دانست حریم خانه‌اش را شکسته است. با همان نگاه اول آن را دید. لکه از جایش جم نخورده بود. با خود گفت شاید آنتیمن نیست. موتوری، ژنراتوری، آداپتوری چیزی اونجا انداختن. منم متوجهش نشدم. بعدم میرم ببینم چی به چیه. با این بیانات از اتاق کنترل خارج شد و یک راست به اتاق هدایت سفینه رفت. لکه سرخ رنگی بر مانیتور کنترل کننده اتاق هدایت ظاهر شد. لکه سرخ قدمهایش آهسته بود و به سمت کامپیوتر اصلی سفینه میرفت. کامپیوتر به رنگی مابین سبز و آبی در نوسان بود. لکه سرخ جلوی آن نشست و آن را به کار انداخت. رنگ کامپیوتر رفته رفته از نوسان خارج شد و کاملا نارنجی شد. لکه سرخ آشکارسازهای غول‌پیکر سفینه را راه اندازی کرد و کامپیوتر بین صورتی و قرمز به نوسان درآمد. لکه سرخ به کامپیوتر زل زده بود و با حرکت تند و هیجان زده انگشتان محاسباتی که کامپیوتر تحویلش داده بود را بررسی می‌کرد. انگار به درستیشان شک داشت و می‌خواست خودش به صورت دستی آنها را بیازماید. لکه سرخ کامپیوتر را رها کرد و به سرعت به سمت تلسکوپ بزرگی رفت که بر بدنه بیرونی سفینه کار گذاشته بودند. این تلسکوپ اپتیکی که کمی بیشتر از 16 اینچ قطر داشت از داخل هدایت می‌شد.
لکه سرخ روی صندلی هدایت تلسکوپ نشست. تصویر متعجب رودی بر مانیتور کنترل کننده بخش پژوهشی اتاق هدایت ظاهر شد. این بخش خودش قسمت کوچکی از اتاق هدایت بود که شامل کنترل کننده های تلسکوپ های موجود در سفینه می شد. دوربین های این بخش تنها دوربین هایی بودند که در نور مرئی کار می کردند و به جای لکه رنگی تصویر واضح ارائه می دادند. رودی با صورت خیز از عرق و چشمهایی که در حدقه گرد شده بودند به رصد مشغول شد. محاسبات او نشان می‌دادند که آن جرم مشبک در فاصله بسیار نزدیک قرار دارد و این در حالی بود که محاسبات روزهای گذشته‌اش خلاف این را گفته بودند. ماسک اکسیژن را به دهان و بینی چسباند تا حداکثر تمرکز ممکن را برای مغز ممکن کند. چشمها را به چشمی‌های تلسکوپ چسباند و اهرم برقی کنترل را با 2 دست گرفت. در این هنگام تصویر رودی چنین می‌نمود که انگار تک تک اتم‌های اکسیژنی که می‌بلعد به عرق تبدیل می‌شوند و از سر و رویش بیرون می‌ریزند. او 4 ساعت متوالی رصد کرد ولی اثری از شبکه موهوم نیافت. خسته و ناامید از جا بلند شد. تصویر او از مانیتورهای اتاق کنترل محو شد و دوباره یک لکه سرخ به حرکت درآمد. لکه سرخ آهسته آهسته به سمت گوشه مانیتور حرکت کرد و بالاخره از آن خارج. بلافاصله رودی از اتاق کنترل بیرون آمد و به سمت تخت خواب رفت. تخت خواب او میانی ترین جای اتاق استراحتش بود و درست در مرکز مثلثی قرار داشت که اتاق کنترل، اتاق هدایت و راهرو خروجی 3 ضلعش را تشکیل می‌دادند. کمد، وسایل شخصی و کتابخانه کوچک در 2 طرف بالای تخت قرار داشتند و پایین پا را حمام و توالت اشغال کرده بود. سمت راست تخت خواب آسانسور کوچکی بود که خوراک و مایحتاج روزانه فرمانده را برایش می‌آورد. سمت چپ تخت هم یک مبل و کاناپه برای استراحت در کنار یک میز تحریر با کشوهای پر از کاغذ موجود بود. یک مانیتور بزرگ هم روی سقف تعبیه شده بود. خودش اینجا را طراحی کرده بود. بعد از سفر پرماجرایش به زمین دستور ساختش را به سبک 5 انگشتی‌ها صادر کرده بود. همیشه میگفت 5 انگشتی‌ها اگر هیچ چیز هم نباشند طراحان بیمانندی هستند. رودی روی تخت دراز کشید ولی با یک غلط زدن کامل از آن طرف پایین آمد و مستقیم به سمت کتابخانه کوچکش رفت که حالا دیگر مشترکاً از کتاب‌های آنتیمن‌ها و 5 انگشتی‌ها پر بود. کتاب‌ها را بررسی کرد ولی چیزی بر نداشت. دست راستش را که برای برداشتن کتاب بلند کرده بود عقب کشید و پشت میز تحریر محبوبش نشست. نام کتاب انتقال ابدی. نویسنده آبتین پوریا. انتشارات آوای بوف. فایل 4. avayaboof.com. هوا مه‌آلود است و انگار توده عظیمی از غم را در آن حل کردند. صدای ساعت برج را میشنوی که خسته از راهی دور به تو رسیده است. صدا 6 مرتبه تکرار می شود و بعد چنان محو می شود که گویی هیچ وقت وجود نداشته است. صبح به این زودی از خواب بیدار شدن، آن هم در فضای مه‌آلود و سرد این شهر، به اندازه کافی ملال‌آور هست که دیگر به تمام شدن سیگارت فکر نکنی. آخرین سیگار را از ته جعبه بیرون می‌کشی و دنبال فندک می‌گردی. 1 ماه پیش که به لندن آمدی هوا اینقدر که الان سرد گرفته است نبود. هرچند برای صرفه‌جویی در مخارج به جای هتل در یک اتاق محقر حومه شهری ساکن شده بودی. محاذا لندن را دوست داشتی و زبان مردمش را خیلی زود فرا گرفته بودی. نزدیک به 2000 جلد کتاب را در کتابخانه‌های لندن خوانده بودی و این گذشته از آنکه خیلی عظیم اطلاعات به دست آمده از معاشرت با انسان‌ها بود که به مغزت سرازیر کرده بودی، تسلطت بر زبان و ادبیات انگلیسی هم موجب شده بود تا جایی که جرأت کنی و به عنوان ویراستار در یک انتشاراتی کوچک کار بگیری. طبق قرارداد 20 جلد کتاب را ویراستاری کرده بودی و امروز روز تصفیه حساب بود، ولی انگار این هوای گرفته عزم جذب کرده تا جشن پایان کار تو را به هم بزند. ساعت برجی با 7 ضربه محکم التیماتوم نهایی را می‌دهد تا نیمه تاریک و تنبل وجودت را ناامید کنی.
ساعت 9 باید در محل کار حاضر شوی. چند امضا کنی و دستمزد لعنتیت را بگیری. چند ثانیه فکر می‌کنی، سرقت از کلیسا راحت‌تر نبوده؟ غر می‌زنی. هر دو یک اندازه سودمندن. چه به کتابخوانی کمک کنی، چه مانع از کمک به کلیسا شوی. از جا می‌جهی. باقی مانده سیگار برگی که در دهانداری را روی میز ناهارخوری کوچکت می‌گذاری. لباس‌های رسمیت را می‌پوشی. پاهای 4 انگشتی را در دهان گشاده کفش‌ها فرو می‌کنی و در حالی که مطابق معمول 1 ماه گذشته اصراری در پوشاندن سر بیمو نداری به راه می‌افتی. اولین اتومبیل کرایه‌ای را سوار می‌شوی و آدرس را به راننده‌ای که در حال چرت زدن است می‌دهی. راننده دست‌ها را روی دنده و فرمان می‌گذارد. تمام مسیر را به آینده‌ات فکر می‌کنی و با وسوسه ادامه همکاری با انتشاراتی گلاویز می‌شوی. ترمز می‌زند. بفرمایید. متشکرم. کرایه را می‌دهی و پیاده می‌شوی. روی نیمکت شبنم گرفته‌ای که آن حوالی می‌شناسی می‌نشینی تا وقت را بکشی. می‌کوشی با تغییر انحنای قرنیه بر بازتاب نور شیشه مغازه روبرویت غلبه کنی. می‌خواهی ساعت بزرگی که روی دیوار انتهایی نصب شده را ببینی. تلاش زیادی لازم نیست. تصویر آسمان ابری غمبار به یک باره محو می‌شود و عکس داخل مغازه روی شبکیه فوکوس می‌شود. هنوز نیم ساعت مانده. مثل انسان‌ها هندزفری سیمدار دراز را از جیب بیرون می‌کشی تا با توسل به موسیقی از قیل و قال خیابان فرار کنی. غوغای شورانگیز ویوالدی شوری در تو می‌افکند. پاهایت همراه با آرشه‌های سحرانگیز ویولونیستی که آخرین فصل ویوالدی را می‌نوازد شروع به حرکت می‌کنند. به اطراف نگاه می‌کنی. درختان مثل زغال سنگ‌های تراشیده براق شدند و از دهان و بینی رهگذرانی که پنجه‌ها را به لب‌ها چسباندند دودهای متراکم سفید بیرون می‌آید، چنان که انگار پیپ ناپیدایی در دست دارند. این تصویر یاد شعری از شاعری پارسی در تو زنده می‌کند که ترجمه‌اش را در یکی از کتاب‌هایی که میراث‌داری کردی خوانده بودی. زمین دلمرده و سقف آسمان که کوتاه شده در کنار درختانی که بلوراگین شده و برق می‌زنند. نوای موسیقی اوج می‌گیرد و قطعات کوچک هندزفری ارکستر با شکوهی را به تو ارزانی می‌دارند. حرکت‌های پی در پی پایت که گویی بر میخ لخت شده زانو آویزان است شدت می‌گیرد و همراه با ساعد دست ویولونیستی که به آرنجش پیچ شده به نوسان در می‌آید. درست مثل در همتنیدگی‌های کوانتومی که عاشقشان بودی. برای چند ثانیه هوشیاری زمان و مکانی از دستت در می‌رود. خیابان و مغازه‌ها ناپدید می‌شوند و زمینی پر از برف و یخ ظاهر می‌شود. ارکستر پرشوری روی برف‌ها در حال نواختن است و گوشت را از نوت‌های دلانگیز پر کرده است. گروهشان از یک مرد جوان پیانیست، یک مرد میان سال ویولونیست و یک دختر جوان رقصنده تشکیل شده است. نوازندگان با شور و حرارت می‌نوازند و یخ‌ها را آب می‌کنند. دختر جوان آهسته و با احتیاط روی برف‌ها قدم برمی‌دارد، انگار که از بجا ماندن رد پایش می‌ترسد. قطعه تمام می‌شود و نوازندگان از نواختن دست می‌کشند. دختر کنار نیمکت تو می‌رسد و می‌خواهد با او برقصی. سر بالا می‌آوری تا بگویی قطعه تمام شده و بدون موسیقی نمی‌شود رقصید. ولی نگاه‌های دختر که تا ژرفای وجودت نفوذ کرده لب‌هایت را به هم می‌چسباند. از جا بلند می‌شوی. با بلند شدنت صدا هم بلند می‌شود. نوازندگان قطعه را از سر می‌گیرند. این بار شورانگیزتر و داغ‌تر. چنان آرشه بر سیم‌ها می‌کشند و پنجه بر کلیدها می‌کوبند که گویی دشمنی خونخوار را سر می‌برند و خنجر می‌زنند. دختر دستت را می‌گیرد. رقصی دلچسب را آغاز می‌کنی. گاه بر کمرگاهش دست می‌گذاری و گاه دستانش را می‌فشاری. ولی اختیار عمل با اوست. هر طرف می‌خواهد می‌رود و تو همراهش می‌رقصی. آنقدر پرشور که قطره‌های عرق بر پیشانیت یخ می‌زنند. قطعه تمام می‌شود و نوازندگان آرام می‌گیرند. صدایی تو را به خود می‌آورد. آقای هریسون، با شنیدن نامی که برای زندگی زمینیت برگزیده بودی، بار دیگر مغازه‌ها و پیاده‌رو پیش رویت ظاهر می‌شوند. گروه ارکستر محو می‌شود. مدیر انتشاراتی را می‌بینی که روبرویت ایستاده. آه آقای هریسون، چه رقص زیبایی داشتید. هیچ فکرشو نمی‌کردم اینقدر ماهر باشید. لطفاً بفرمایید بریم داخل دفتر.
تا به وضعیت قراردادمون بپردازیم. با چهره خجالت زده پشت سر مدیر راه میافتی. به دفتر که میرسی مثل همیشه اطراف را برانداز میکنی تا از کتاب‌های تازه باخبر شوی. کتاب تازه‌ای که روی میز گذاشته شده نظرت را جلب میکند. کتاب وارونه گذاشته شده. پشت جلدش متنی نوشته به این مضمون: درخت زمانی که رشد میکند ظریف و قابل انعطاف است، اما زمانی که خشک میشود آنگاه میمیرد. سنگدلی و قدرت همراهان مرگ هستند. قابلیت انعطاف و ضعف تراوت روح را بیان میکنند. پس هرچی که سفت و سخت شد دیگر پیروز نخواهد شد. جشن بیچارگان، آرتور درمانده، فراموش شده، طلای ناب، فقرا، جهان مردگان. کتاب‌های جدیدی که برای ویراستاری قبول کرده ای را کنار می‌گذاری. پیپ دست کوتاهی که خریده ای را با توتون درجه 1 پر می‌کنی. بند اول شستت را در آتشدان تنگش فرو می‌کنی. فندک زیپوی طلایی را در دست می‌گیری. دود سفید خوشبو را بیرون می‌دهی و همزمان فنجان قهوه را پیش می‌کشی. لابلای دودهایی که جلوی صورتت می‌چرخند، دنیای 20 ساله را می‌شناسی. میان انبوهی از کتاب‌های قطور نشسته و دودی متراکم غارش را فرا گرفته است. چنان که گویی مغزش آتش گرفته و دود آن از دهان و بینیش بیرون زده است. مه متراکمی دور سرش را می‌گیرد و دانه‌های بزرگ عرق بر شقیقه‌هایش می‌نشیند. یک جرعه از قهوه را سر می‌کشی و مکیدن دودهایی که از ستون‌های مرغوب انگلیسی ریشه گرفته‌اند را ادامه می‌دهی. ساعت دیواری بزرگی که امروز خریده‌ای 5مین مرحله اعلام وجودش را با 3 ضربه متوالی بروز می‌دهد. ترنم زنگ ساعت با شرشر بارانی که دیواره‌وار بر در و پیکر خانه می‌کوبد، حسی شاعرانه در تو تولید می‌کند. کششی قدرتمند به بیرونت می‌خواند. حس می‌کنی تک تک سلول‌های تنت قدم زدن زیر این باران را طلب می‌کنند. بی اختیار از جا کنده می‌شوی تا آماده قدم زدن طولانی شوی. برای لحظه‌ای مردد می‌مانی. قدم زدن در نیمه شبی سرد، آن هم زیر باران، عاقلانه است. پیش رویت آینه بزرگی است که از وقتی به این خانه نقل مکان کرده‌ای وجود داشته. نگاهت به آن می‌افتد. از میانش یک زونیا به تو زل زده. مثل همیشه به او لبخند می‌زنی، ولی او اخم می‌کند. لبخندت محو می‌شود. حالا اوست که لبخند می‌زند. زونیای درون آینه را نمی‌شناسی. خیلی به تو شبیه است، ولی تو نیستی. غریبه است که تصویرت را دزدیده و در آینه‌ات نفوذ کرده است. در چشمایش خیره می‌شوی و فریاد می‌زنی: تو کی هستی؟ بی حرکت است. یک قدم جلو می‌روی. تو کی هستی؟ این بار مشت گره کرده را هم نشانش می‌دهی. همچنان ساکت و آرام به تو می‌نگرد، چشم در چشم. از بی‌حالتی و سکوتش متنفری. مشت گره شده را در هوا می‌چرخانی. بر او تأثیری نمی‌کند. چشم‌های قهوه‌ایش را در چشم‌هایت می‌دوزد. اگر گاهی پلک نمی‌زد میشد آینه را با یک قاب عکس اشتباه گرفت. مشت‌هایت شل می‌شود. کم کم پنجه‌هایت کاملا باز می‌شوند. یک قدم دیگر به سمتش برمی‌داری. رعشه خفیفی در پاها حس می‌کنی و از ترسو بودنت خجل می‌شوی. تصویر در آینه همچنان به تو زل زده. وجودت را انکار می‌کند. انگار که دارد به یک مجسمه نگاه می‌کند. اعتماد به نفسی که در نگاه خیرش نهفته شکی سخت در تو القا می‌کند. شک این که او واقعی و تو انعکاس هستی. ضربان بی‌امان قلب افسار گسیخته سینه‌ات را لگدکوب می‌کند و تو همچنان به این می‌اندیشی که چرا باید باور نکنم من انعکاس او هستم. این همه سال چه چیزی باعث شده من از من در آینه حقیقی تر باشد؟ یک گام دیگر برمی‌داری. دست‌ها را روی لبه پایینی قاب آینه می‌گذاری. نوک پنجه‌هایت به سمت خودت نشانه می‌رود. درست مثل همیشه که خود را در آن برانداز می‌کردی. روبروی آینه می‌ایستی و به جلو خم می‌شوی و می‌خواهی شجاعتت را به رخ خانه بکشی. مغرورانه به خود تازه کشف شده‌ات زل می‌زنی. خود غریبت همچنان به چشم‌هایت زل زده و پلک می‌زند. سکوتش مرگبار است و با هر پلک زدن کوهی از ترس را در چاله درونت می‌ریزد. می‌کوشی بر خود مسلط شوی و ترس را بروز ندهی. به یکباره دستی از آینه بیرون میپرد. زمین میافتی. در حالی که پشت دست راست را روی گونه چپت میمالی، از درد ناشی از سیلی محکمی که خورده‌ای مینالی.
لعنتی عجب زوری هم داره. من اینقدر قوی بودم و خبر نداشتم. خونی که از بینیت بیرون زده را با گوشه پیراهنت پاک میکنی. به خود مسلط میشوی، از جا بلند میشوی. مثل کسی که در یک مسابقه زورآزمایی میبازد ولی نمیخواهد میدان را خالی کند. ژست میگیری و به سمت آینه خیز برمیداری. با دیدن ژست یک آنتیمن جوان که در آینه به سمتت خیز برداشته یکه میخوری. به ویژه که ردی از خون دماغ و لبهایش را به هم وصل کرده است. میخکوب میمانی، دست راست را بلند میکنی. خود در آینه دست چپ را بلند میکند. شکلک در میآوری. عیناً تکرار میکند. نزدیک میروی، با احتیاط دست بر آینه میکوبی. شیشه‌اش میلرزد. هر جور امتحانش میکنی فایده ندارد. او رفته یا اصلا نبوده. آینه دوباره آینه است و کار میکند. سرفه میکنی. یک قطره خون روی آینه میافتد. میکوشی با نوک انگشت تمیزش کنی. ولی بیشتر کثیف می شود. با مالش انگشت لکه می دود و مسیر انگشتت یک لکه سرخ براق باقی می گذارد. گزارش نهایی انجمن بین سیاره‌ای ثبت اختراعات پیرامون اختراع نخستین ماشین زمان قابل حمل توسط زونیا واسر بدین شهر اعلام می کردد. با توجه به مطالب ارسالی و مدعیات نامبرده نتیجه گیری شد ادعاهای او که گمانه‌هایی از ترددهای بین سیاره‌ای در گذشته تاریخ زمین را ایجاد کرده بود به کلی مردود است و مردود اعلام می‌شود. این گمانه‌ها با سوء تفاهم‌های اساسی همراه بوده است که در ذیل می‌آیند. 1. تمدن هوشمند سیاره زمین با پدیده‌ای به نام دین عجین شده است. در باور دین‌ها موجوداتی غیر ارگانیک در آسمان‌ها حضور دارند و گاه به سطح سیاره می‌روند و اعمال نیک مردم را پاسخ میدن. وجود این موجودات غیر ارگانیک که نام و هویت مشخصی دارند از منظر فیزیکیالیسم تایید نمی شود و نمی توان آنها را به عنوان گونه‌های کائناتی به حساب آورد. زونیا واسر در گزارش‌های خود به ویژه به نام‌هایی مانند لوسیفر، متاترون و دابیل اشاره می‌کند. ما نام هر سه را در نمونه‌ای از کتاب‌های دینی که از برایمان ارسال شده است یافتیم. 2. در تمدن هوشمند سیاره زمین مفهوم دانش به این معنی است که ما میشناسیم وجود ندارد و افراد زیادی در زمین زندگی می‌کنند که خود را دانشمند می‌نامند. بسیاری از آنها آثار بجامانده از دوره‌های اولیه تمدنشان را نشانه‌های مستندی از حضور تمدن‌های سیاره‌ای تلقی کردند و آنچه به گوش زونیا رسیده است نیز از همین قبیل است و سندیت علمی ندارد. 3. بسیاری از کتاب‌هایی که زونیا واسر خوانده افسانه و داستان است و چون در زمین کتاب‌های داستان و کتاب‌های علمی طبقه بندی چندان واضحی ندارند، او دچار این سوء تفاهم شده که مطالبشان واقعی است. او در گزارش‌های بعدی این سوء تفاهم‌ها را اصلاح کرده است. 4. در سیاره زمین برخی پدیده‌های عادی و ساده مقدس شمرده می‌شوند و آن را آسمانی می‌پندارند. مثلا تلاش طبیعی موجودات برای تولید مثل را عشق می‌نامند و در مدحش شعرها سرودند، آن هم به طور کاملا جدی. زونیا واسر کتاب‌های بیشماری برایمان ارسال کرده که این فعالیت‌ها به دو دسته زمینی و آسمانی طبقه بندی می‌شوند و به ترتیب هوس و عشق نامیده می‌شوند. او از اینها نیز دچار سوء برداشت شده و عشق را حده‌ای از گونه‌های بین سیاره‌ای تلقی کرده است. 5. در آخرین گزارش زونیا واسر گفته‌های پیشین خود را پس گرفته و به صراحت خود را اولین موجودی دانسته که از سیاره مذکور دیدن می‌کند. بنابراین انجمن ثبت اختراعات بین سیاره‌ای با اتفاق نظر نام زونیا واسر را به عنوان اولین کاشف سیاره زمین و مخترع ماشین زمان قابل حمل به ثبت می‌رساند. میشا از جای خود بلند شد و بعد از تشکر جلسه را ترک کرد. در راه دوستش آری را دید. آری اعلامیه مجمع را از گیرنده‌اش شنیده بود و برای شریک شدن در خوشحالی میشا به استقبالش رفته بود. کشیک صبحگاهی در حال انجام بود. لکه‌های سرخ جلوی چشم‌های محاسبه‌گر و تیزبین رودی به نمایش درآمده بودند. همه چیز عادی و طبق روال چند روز گذشته بود، به جز لکه سرخ متجاوز که غیبش زده بود. امروز هیچ خبری از او نبود. رودی نسبت به آن لکه یک جور دلبستگی پیدا کرده بود. هرچند نه او را دیده بود و نه می شناخت. حتی نمی دانست که آنتیمن است یا یک ژنراتور
ولی دلش برایش تنگ میشد. برای دوربین‌ها فرقی نمی‌کند که حرارت قلب و رگ و پی را دریافت کنند یا حرارت آهن و سیمپیچ را. فروسرخ است و همیشه طبق یک قانون مشخص کار می‌کند. هر چیز گرم لکه سرخ است، هر چی گرمتر سرختر. او این را می‌دانست، اما باز هم دلتنگ لکه بود. ناگهان روزهای زندگی در زمین را به یاد آورد. دورانی که 40 سال طول کشیده بود و خاطرات بیشماری برایش آفریده بود. نگاهش بر مانیتور بود ولی در مغزش خاطرات روزهایی تداعی شده بود که نمیتوانست فراموششان کند. یادش آمد که در زمین چه بی اندازه شیاط دیده بود. شیاطانی که به قانونهای طبیعت هم رحم نمی‌کردند و آنها را به نفع خود مصادره می‌کردند. به ویژه خاطرات مردی در مغزش می‌لولید که فروسرخ را دستمایه کلاهبرداری کرده بود. آن مرد پزشک ناجوانمردی بود که از انسان‌های ساده‌لوح در طول موج‌های مختلف عکسبرداری می‌کرد. فروسرخ‌های بدنشان را نشانشان می‌داد و با این ادعا که روحشان را به تصویر کشیده است، آنها را سرکیسه می‌کرد. در آن روز باور به چنین پدیده‌ای که حال نامیده می‌شد بسیار فراگیر بود و کتاب‌های بسیاری پیرامونش نوشته شده بود. دیده بود که کلاهبرداران مدرن چگونه جیب مردم ساده را خالی می‌کنند. غرق در خاطرات دردآور زمینیش بود که صدای او را به خود آورد. صدای آژیر اتاق هدایت بود که مثل کودکی گرسنه زار می‌زد. گویا آشکارسازها سیگنال جدیدی کشف کرده بودند و این خبر خوبی بود. به سرعت خود را به اتاق هدایت رساند و بررسی‌های معمول را انجام داد. سیگنال‌ها از پوشینه همان شبکه مرموز بود و برای چندمین بار ردش گرفته شده بود. این خیلی خوب بود و او را شادمان کرد، ولی چیزی که کلافش می‌کرد این بود که محاسباتش آن را در فاصله‌ای بسیار دور نشان می‌دادند، درست مثل دفعه اولی که آن را دیده بود. سیگنال‌ها را بررسی کرد. همه طول موج‌های یکسان داشتند و خیلی ضعیف‌تر از چیزی بودند که قبلا فکر می‌کرد. بعد از چند دقیقه هم به کلی قطع شدند. با چهره‌ای درهم از اتاق هدایت خارج شد و با قدم‌های بزرگ یک راست به جلوی کتابخانه شخصی رفت. کتابی از خیام برداشت و روی تخت پرید. او علاقه خاصی به این دانشمند شاعر داشت و او را چهره‌ای ممتاز و متمایز می‌دانست. ای دل تو به اسرار معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی. اینجا به می لعل بهشتی میساز، کانجا که بهشت است رسی یا نرسی. اندیشه خیام همیشه به او آرامش میداد و در او گرما تولید میکرد. در حین مطالعه به خواب رفت و وقتی بیدار شد نیمه شب فرا رسیده بود. یادش آمد به بیخوابی هایی که در زمان داستان نویسی داشت. شبهایی که با زونی سفر میکرد و خوش میگذراند. خیلی وقت بود که به آن داستان کذایی نگاه نکرده بود. حوصله‌اش را نداشت، در واقع توانش را نداشت. رودی ذاتاً مغرور بود و تحمل شکست را نداشت. داستان زونی را یک شکست بزرگ برای خود می‌دانست. برای همین وجودش را انکار کرده و کوشیده بود فراموشش کند. آن شب دیگر نخوابید. برای سرکشی به اتاق کنترل رفت. اولین چیزی که دید لکه سرخ متجاوز بود که برگشته بود و روی صفحه مانیتور خودنمایی می‌کرد. فقط جایش عوض شده بود. عقب‌تر رفته بود. فکر کرد حتما آنتیمنی بوده که اشتباهاً از این نزدیکی‌ها سر درآورده و حالا دارد برمیگردد. با جمله هرچه بود تمام شده خودش را راحت کرد و اتاق کنترل را ترک کرد. گرسنه بود و می‌خواست چیزی بخورد. خوراک او شامل میوه‌های تازه، حبوبات و سبزیجات بخارپز می‌شد که در باغ‌ها و مزارع خروج پرورش داده می‌شد. نوعی خوراکی هم در کارخانه‌ها تولید می‌کردند که بسیار شبیه گوشت قرمز بود ولی کاملاً مصنوعی بود. رودی به این خوراکی علاقه زیادی داشت ولی بعد از سفر به زمین از آن متنفر شده بود و صرفاً برای تأمین انرژی آن را می‌خورد. لذتی در کار نبود. به سمت آسانسور خوراکی‌ها رفت. همین که در آن را باز کرد با صدای جیغ مانند آجیر از جا پرید و 2 قدم عقب رفت. بلافاصله خود را به مرکز هدایت رساند. محاسبه ها را از سر گرفت. چیزی که میدید برایش تازگی داشت. هم خوشحال کننده بود و هم شگفت انگیز. جرم مشبک شکافته بود. تصویری که آشکارسازها پیش روی او نهادند 2 لایه مشبک منسجم بود که یک شکاف وی شکل در آن ایجاد شده بود. درست مثل سیم پرچین که بخشی از آن را بریده باشند. پس شما اصالتا انگلیسی نیستید آقای هریسون؟
اگر مصداق ملیت را زاده شدن در خاک می‌دانید، بله، من اهل این کشور نیستم. وطن من بسیار دوردست است و هم ممنون می‌شوم اگر بیشتر در این باره کنجکاوی نکنید. هر طور شما بخواهید. با این وجود شما به معنای واقعی کلمه یک اصیلزاده هستید. زبانمان را در حد اعلی و حتی بهتر از یک نجیب زاده صحبت می کنید. با آداب و رسوممان هم بیشتر و بهتر از بسیاری از خود ما وفا دارید. من شما را یک نجیب زاده می نامم. به مهمان محترم و نجیب زاده‌ای که روبرویت نشسته خیره می شوی و می کوشی با نهایت ادب پاسخ دهی. او از دوردستان مدیر انتشاراتی است. مردی نجیب زاده و از خانواده‌های اصیل انگلستان. قد بلند و هیکل ورزیده‌ای دارد ولی شکم بزرگش به او نمی‌آید. از وقتی که دستمزدت زیاد شده و خانه‌ای بزرگ در مرکز شهر خریده‌ای، گاهی برای شب‌نشینی و صرف چای میزبانش می‌شوی. آدم خوشمشربی است. گفتگو را از سر می‌گیری. البته در نجیب زادگی و اصیل زاده بودن من هیچ شکی نیست. پروفسور، ولی سوال این است که چرا شما نجیب زادگی را منحصر به هموطنان خود می‌دانید؟ این رسمی دیرینه است و شما حتما از اهمیت زنده نگاه داشتن سنت‌ها و پایبندی به اصول آنها آگاه هستید. اجازه بدهید با شما مخالفت کنم پروفسور. هرچند ممکن است بعضی از این سخن در نجیب زاده نامیدن من دچار تردید شوید، ولی آن را به جان می‌خرم. از دید من باورها، سنت‌ها و رسومی محترم و لایق وفاداری‌اند که در جهت رشد، تعالی و بالندگی انسان باشند. و اینها که برشمردید در چه چیزی خلاصه می‌شوند؟ افکار خشک و خشن پروفسور که در آن سوی مردمک‌های تنگ شده شعله‌ور شده‌اند را می‌شناسی. خرد جناب پروفسور، تنها خرد است که دروغ نمیگوید. یگانه راه تمیز دادن درست از غلط، تکملاکی که ارزشمند یا بی ارزش بودن سنت‌ها را فاش می‌کند خرد است. و خرد چیست؟ در این سوال پروفسور رگه‌های خشم ناشی از تعصبی چند هزار ساله را می‌بینی. ادامه می‌دهی. خرد زائیده آگاهی است که در کارخانه عقل و علم ساخته می‌شود. خرد محصول پیچیده این کارخانه است. بدون علم عقل بی‌ارزش است و بدون عقل علم بی‌فایده و علم و عقل خرد را پدر و مادرند. از سخنان خود به وجد می‌آیی. دوست داری از جا بلند شوی و ادامه سخنرانیت را پرشورتر ادا کنی، ولی می‌دانی این کار در شأن یک نجیب زاده نیست. سکوت می‌کنی و منتظر واکنش پروفسور می‌مانی. با همان مردمک‌های تنگ شده و لب‌هایی که محکم روی هم فشرده می‌شوند نگاهت می‌کند. چند لحظه بعد گویی می‌خواهد مسیر گفتگو را عوض کند و به نوعی درماندگیش از پاسخ را پنهان کند. می‌گوید البته من هم با شما هم عقیده ام، ولی خب سنت‌های خانوادگی را که به راحتی نمی‌شود از بین برد. منظورم را که می‌فهمید. بدون اینکه منتظر جواب بماند حرفش را از سر می‌گیرد. راستش را بخواهید من از همان دوران نوجوانی سرکش بودم و روی سنت‌های قدیمی پا می‌گذاشتم. نگاه به الانم نکنید که پیر و بی‌حوصله شدم. آدم وقتی پیر می‌شود مطیع‌تر می‌شود. تون صدای پروفسور بالاتر می‌رود. نوبت اوست که از سخن‌هایش تأیید شود. همینطور که روی مبل راحتی نشسته تکانی می‌خورد و جلوتر می‌آید، در حالی که کمرش راست‌تر شده و روی لبه مبل نشسته ادامه می‌دهد. برای همین هم برخلاف سنت خانوادگیمان روی حرف پدرم پا گذاشتم و علی‌رغم خواست و میل او که دوست داشت مرا به کلیسا بفرستد و کشیش شوم عمل کردم. میگویید پدرتان دوست داشت کشیش شوید؟ خدای من، دوست داشتن نبود، اصرار بود. به سمت جلو خم می شود و بدون اینکه زحمت زیادی به تارهای صوتیش بدهد با صدای خفه میگوید من اصلا به خدا و اینجور چیزها ایمان ندارم. راستی آقای پروفسور، شما در چه رشته استاد هستید؟ من صاحب کرسی زیستشناسی در دانشگاه هستم. یکه میخوری، برقی از یک اندیشه در مغزت میدرخشد. چقدر خوب، من هم زیاد با رشته شما بیگانه نیستم. چطور؟ علاقه زیادی به ژنتیک دارم، چیزهایم بلدم، راستش کمی بیشتر از چیزهایی. پروفسور خیره خیره نگاهت میکند، انگار سعی دارد میزان دانشت را از چهره‌ات بخواند. ولی من فکر میکردم شما ویراستار و ادیب هستید. یک دانشمند نمیتواند ادیب هم باشد، نکند این هم سنت است. لبخند میزنی تا تیغ طعنه سوالت را کند کنی.
آقای هریسون، من رسما از شما دعوت میکنم به دانشگاه ما بیایید و با هم تبادل اطلاعات کنیم. در ضمن می توانید هر موقع که نیاز داشتید از آزمایشگاه مجهز ما استفاده کنید. لبخند پهنی صورتت را تزیین می کند. حتما جناب پروفسور، حضور در دانشگاه شما باعث افتخار و مسرت خاطر من خواهد بود. انتقال ابدی. نویسنده آبتین پوریا. فایل 5. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com بر صندلی راحت اتاق کار پروفسور می نشینی. اتاق او یک چهارگوش 25 متری است که زیر سقف بلندی محبوس است. درست مثل سقف همان کلیسایی که مسیر زندگیت را تغییر داد. فقط به جای تندیس‌های مسیح، مجسمه‌های چارلز داروین، جیمز واتسون و استنلی میلر در 3 گوشه اتاق گذاشتند. یک میز چوبی بزرگ جلوی صندلی قرار دارد که پروفسور زیستشناس بر آن تکیه زده است. روی میز چند جلد کتاب زرکوب، یک پیپ دست بلند، یک میکروسکوپ عتیقه که روی لوله درازش کنده‌کاری شده و چیزهایی از این قبیل دیده می‌شود. لوازم مدرن‌تر مثل تلفن، میکروسکوپ دوچشمی، لپتاپ روی میز دیگری قرار دارند که پشت سر پروفسور و در آن طرف اتاق قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این قسمت اتاق فقط برای تشریفات دوستانه به کار می‌رود و ملاقات‌های کاری و جدی‌تر استاد در بخش مدرن اتاق انجام می‌پذیرد. پروفسور یک پالتو بلند قهوه‌ای بر تن دارد که دکمه‌های پایینی‌اش را نبسته است. این را وقتی تازه وارد اتاق شده بودی کشف کردی. بعد از اینکه پروفسور به دانشگاه دعوتت کرده بود، هر چه کتاب دم دستت آمده که به زیست شناسی و ژنتیک مربوط میشد را خوانده‌ای و الان با آمادگی کامل جلوی این دانشمند مرموز نشسته‌ای. می‌کوشی سکوت را بشکنی. پروفسور، به نظر شما چرا همه موجودات زنده روی زمین از 4 دی خاص و مشخص تشکیل شدند؟ به امید اینکه سوال ساده و نادرست تو آغازگر یک گفتگوی طوفانی شود، به پیشانی پروفسور خیره می‌شوی. سر بلند می‌کند. آقای هریسون، شما صورت زیبا و جمجمه جمع جوری دارید. جوری که آدم در نگاه اول فکر می‌کند خوش‌سلیقه ترین تندیس ساز جهان آن را ساخته است. تا حالا به این فکر کردید که چرا این گونه اید؟ از جواب عجیب پروفسور که با یک سوال بی ربط عجین شده متعجب می‌مانی. می‌کوشی پاسخ مناسبی بیابی. خب من اینطوری هستم چون باید باشم. یعنی اگر شما هم مثل من صاحب سر بزرگ و پرموی بودید کار دنیا لنگ می‌ماند؟ منظورم این بود که من اینطوریم چون هستم و این هیچ دلیل خاصی ندارد. چرا باید پشت هر چیزی دنبال دلیل بگردیم؟ پروفسور لبخندی می‌زند که رنگ رضایت در آن هویدا است. درست است دوست دانای من، جهان بر پای تصادف است و هیچ دلیل عقلانی ندارد که ما به دنبال دلایل فلسفی باشیم. دست راستت در هوا میچرخد و در حالی که انگشتت به دهان پروفسور اشاره رفته میگویی فکر میکنم متوجه منظورتان شدم پروفسور. شما میخواهید بگویید که موجودات از 4 دی تشکیل شدند صرفاً چون تصادف چنین حکم کرده. دقیقاً آقای هریسون، شک نکنید اگر به جای 4 7 بود الان شما میپرسیدید چرا از 7 9. در سیاره‌های دیگر چی؟ اگر موجوداتی در سیارات دیگری شکل گرفته باشند شما فکر میکنید آنها هم از همین دی ها تشکیل شدند؟ خب این را نمیتوان با قطعیت گفت. ما حتی نمیتوانیم با یقین بگوییم که چنین موجوداتی وجود دارند یا خیر. در واقع من اعتقاد دارم اول باید بر وجود یا عدم این موجودات و تمدن‌های احتمالیشان تمرکز کنیم. بعد به جزئیاتشان بپردازیم. دوستانی دارم که هنوز درگیر کربن و سیلیزیوم هستند ولی من فقط با وجود داشته‌ها سر و کار دارم. آنهایی که هستند و بودنشان را یقین داریم. یعنی شما میگویید تا زمانی که وجود تمدن‌های بیگانه اثبات نشود نباید پیرامون جزئیاتشان تحقیق کرد. من میگویم تا زمانی که حداقل یک رد یا مدرک مستند و مستدل دال بر وجود تمدن دیگری در جای دیگری از کائنات به دست نیاورده ایم سرنخی نداریم و بدون سرنخ هم نمی شود کار علمی کرد.
این کار فلاسفه است، نه دانشمندان. برای لحظه ترغیب می‌شوی اطلاعات مفصل و پروپیمانی که از فلسفه داری را به رخش بکشی، ولی از به درازا کشیدن بحث می‌ترسی. می‌دانی که در زمینه‌های زیست‌شناسی اطلاعاتت قابل قیاس با این مرد دانشمند نیست و اگر بحث را به بیراهه فلسفه بکشانی مثل آدم‌های عوام رفتار کرده‌ای. آدم‌هایی که وقتی درباره چیزی دانش کافی ندارند در بحث‌ها بر می‌زنند و با ایجاد خلل می‌کوشند سخن را به جایی که دوست دارن بکشند. مغلطه کردن را در شأن خود نمی‌بینی. می‌کوشی با شیوه اخلاقی سر صحبت را منحرف کنی. ولی از اینکه پروفسور هیچ اشاره‌ای به غلط بودن سوالت نمی‌کند حس خوبی نداری. یا او پروفسور نیست یا تو را در حد بحث‌های جدی نمی‌بیند. در هر دو حالت به شعور تو توهین شده است. شکی در دلت می‌افتد نکند او به طور کل دستت انداخته. اینجا واقعا دانشگاه است؟ او پروفسور است؟ می‌کوشی مچش را بگیری. راستی آقای پروفسور، آزمایشگاه شما کجاست؟ پروفسور تنومند بلند می‌شود. خودش را از پشت میز چوبی سنگین خلاص می‌کند. با من بیایید آقای هریسون. دنبالش می‌روی. دری را باز می‌کند. در باریکی که فقط یک نفر می‌تواند از آن در رد شود. جلو می‌رود و تو به دنبالش داخل می‌روی. تاریک و تنگ است. چشم را نمی‌بیند. گویی استاد فکرت را می‌خواند. نگران نباشید آقای هریسون. همینطور دنبال من بیایید. چاره دیگری هم نیست. دیوارهای دالان هدایتت می‌کنند. روی دیوارهایی که تقریباً به شانه‌هایت چسبیدند دست می‌کشی و به پیش می‌روی. پروفسور یک دفعه می‌ایستد و تو محکم به او برخورد می‌کنی. می‌گوید خب دیگه رسیدیم. شعاع نوری می‌تابد و دری که باز می‌شود به همان اندازه باریک است. رودی پشت میز تحریرش نشسته بود و به زمین فکر می‌کرد. یک نوع دلتنگی به او دست داده بود که آثارش را در گلو لمس می‌کرد. بغض. نه من بغض نمی‌کنم. من که زمینی نیستم. این را رودی گفت در حالی که به خاطره‌های زمینیش می‌اندیشید. همینطور که نشسته بود و کاغذ پیش رویش را خط خطی می‌کرد، اسم مکان‌هایی که در آنها سکونت داشت را روی کاغذ می‌نوشت تا از میزان دلتنگی بکاهد. لندن، مادرید، غزه، نیویورک، گالاپاگوس، تهران، سیدنی، کیوتو، قاهره، ریو دو ژانیرو، دهلی. فهرست بلند بالایی که 137 شهر و جزیره را شامل می‌شد نوشت. ولی دلش آرام نشد. در واقع او دلتنگ زمین نبود. ناراحتی نهادینه او از این بود که میدید هرگز به جاودانگی نخواهد رسید. ترس از مرگ در نقاب دلتنگی‌ها بروز کرده بود. چه بسا بسیاری از انسان‌ها نیز چنینند. اخلاقیات، معنویات، علوم انسانی، ثواب‌ها، شعر، موسیقی، نقاشی، رمان، اینها شکل‌های دیگر همان ترس بزرگ و قدیمی نیستند. این امید که انسان‌ها این همه از آن می‌گویند و بر ریسمانش چنگ می‌زنند چیست؟ امید مگر به جز طولانی‌تر کردن رنج و محنت کار دیگری هم می‌کند؟ هنرها چه؟ موسیقی، نقاشی، شعر، داستان، مگر به جز تولید لذات کاذب کار دیگری هم از دستشان برمی‌آید؟ همین لذات را می‌شود با دارو هم تولید کرد. چرا این را مضر و آن را مفید می‌دانند؟ بین اندروفینی که از تماشای یک اثر هنری به دست می‌آید و اندروفینی که با قرص و کپسول به مغز می‌رسد چه تفاوتی است؟ چرا عشق را والا و اعتیاد را دون می‌پندارند؟ مگر چه تفاوتی بین مغز یک عاشق و مغز یک معتاد وجود دارد؟ رودی در دریای افکار غرق شده بود و می‌کوشید برای سوال‌هایی که مغزش را ورز می‌دادند جوابی بیابد. صدای آژیر رشته افکار پریشانش را پاره کرد. به اتاق هدایت رفت. جرم مشبک نزدیک شده بود. پروفسور داخل می‌رود. کارش را تکرار می‌کنی. 2 ثانیه بعد در اتاق بزرگی قدم می‌گذاری که از تجهیزات پژوهشی لبریز است. 10 میکروسکوپ دوچشمی سفید رنگ، 20 قفسه نمونه، 300 تا 400 جلد کتاب که در قفسه‌های انتهای اتاق چیده شدند و تعداد نامشخصی لوله و ظرف آزمایشگاهی را در نگاه اول تشخیص می‌دهی. پروفسور روبرویت می‌ایستد، دست‌ها را باز می‌کند. اینجاست. نمی‌توانم هیجان و خوشحالیم را پنهان کنم، ولی آخر چرا اینجا و در پس آن دالان تاریک؟ پروفسور در حالی که با فوکوسور یکی از میکروسکوپ‌ها ور می‌رود می‌گوید اینجا همه چیز حساب شده است.
آن دالان شک بود و این مکان حقیقت. در علم تا به شک نرسیم واقعیت رخ نمی نماید. اوه آقای پروفسور، باور کنید برای چند ثانیه فکر کردم با دکتر فاز روبرو شدم. می خندد. چه تشبیه جالب و جذابی، شاید باورتان نشود، ولی افراد زیادی بودند که وقتی دالان تنگ و تار مرا دیدند از نیمه راه برگشتند. اینجا متعلق به کسانی است که از شک‌ها نمی‌ترسند. هرچند خود شما هم بعد از اینکه من اشتباهتان در جابجا گفتن توالی مولکولی و DNA را گوشزد نکردم، نشانه‌های شک را در چهره نمایش دادید. ولی خب از دالان گذشتید. این سخن شما مرا یاد یک جمله یونانی می‌اندازد. پروفسور باز هم مغزت را می‌خواند. با صدای رسا جمله‌ای که در مغزت آماده کرده ای را بیان می‌کند. علم جاده شاهی ندارد. البته جمله یونانی ایرانی. پروفسور در حالی که به وجد آمده با انگشت اشاره به سمتت نشانه می‌رود. می‌گویی دقیقاً همین جمله مد نظرم بود. آقای هریسون، شما در سطح بالایی از معلومات قرار دارید. حتم دارم به جز ادبیات و ژنتیک به گل‌های دیگری هم آراسته‌اید. بیخود نیست جناب والتر آنقدر از شما تعریف می‌کند. نام مدیر انتشاراتی را که میشنوی به یاد کارهای نیمه تمام بیشمارت می‌افتی. متشکرم استاد. و حالا اگر اجازه بفرمایید من رفع زحمت کنم. کارهای زیادی در خانه تلمبار شده که حضور مرا می‌طلبد. رگه‌های ناراحتی و دلخوری را در چهره و لحن پروفسور تشخیص می‌دهید. هر طور صلاح می‌دانید آقای هریسون. من هم مشغله دارم. صرفاً به خاطر حضور شما اینجا هستم. این را میگوید و از اتاق خارج می شود. از اینکه موجب رنجش دوست دانشمندت شده ای، نهال یک عذاب وجدان در درونت ریشه می دواند. با خود فکر می کنی یه چرخی می زنم و زود میرم دفترش از دلش در میارم. با آرامش 2-3 قدم در اتاق بر می داری. چشمت به در می افتد. در نیست، درهاست، 3 در عیناً یکسان. به مغزت فشار می‌آوری تا یادت بیاید او از کدام در خارج شده. کار سختی نیست. مغز تو همه چیز را مثل عکس ثبت می‌کند. از چرخ زدن در آزمایشگاه منصرف می‌شوی و یک راست به سمت در می‌روی. هنوز دستت به دستگیره نرسیده که در قشکنان باز می‌شود. انگار که سنگینی سایه‌ات آن را فشرده باشد. دالان تنگ و تار شک جلویت دهان می‌گشاید. قدم اول را با آرامش خیال برمی‌داری. با فشار خود را لابلای دیوارهای خنک و صیقلی جا می‌کنی. انگار تنگتر شده. به پهلو می‌چرخی تا راحت‌تر حرکت کنی. فشار شدیدی که به شانه‌ها و بازوهایت رحم نمی‌کرد، به فشار مختصری تبدیل می‌شود که شکم و پشتت را قلقلک می‌دهد. حرکت خرچنگی را شروع می‌کنی. قدم‌ها را می‌شماری. 1 2 3 4 5 37 را که می‌شماری به بنبست می‌رسی. بالاخره به در خروج می‌رسی. با آرنج در را فشار می‌دهی ولی باز نمی‌شود. دست‌ها را زیر شکم قلاب می‌کنی و با بازو ضربه می‌زنی. خبری نمی‌شود. ذره‌ای تکان نمی‌خورد. انگار قفل است. یا اصلاً در نیست. ممکن است راه را اشتباهی آمده باشی. یک بار دیگر می‌کوشی. ضربه‌ای محکم‌تر به در یا دیواری که راهت را بسته وارد می‌کنی. چند میلیمتر جابجا می‌شود و کمی نور به چشمانت می‌رسد. پس راه را اشتباه نیامدی. همه نیرو را در کمر جمع می‌کنی. پای چپ را تکیه‌گاه می‌کنی. همزمان با زانوی راست ران بازسن پهلو و بازو فشار می‌دهی. چند سانتیمتر باز می‌شود. آنقدر که کفشت را میان شکاف باز شده فرو کنی. با یک ضربه محکم دیگر در کاملا باز می‌شود. مقدار زیادی گرد و خاک به همراه نور وارد می‌شود. سرفه کنان از دالان بیرون می‌خزی. مثل کرمی که از زیر خاک بیرون می‌آید. گرد و خاک چشم‌ها را پاک می‌کنی. اطراف را برانداز می‌کنی. اتاقی قدیمی و متروک است. انگار سال‌هاست آنجا را ترک کردند. قدم برمی‌داری. اطراف را برانداز می‌کنی. دیواره‌های کاهگلی پوسیده، سقفی که از چند جا فرو ریخته و تلهای خاکی ایجاد کرده. لابلای خاک‌ها قدم می‌زنی. هیچ نشانی از دانشگاه یا پروفسور و دفترش نیست. شاید راه را اشتباه آمده‌ای.
سر برمیگردانی که از همان در و راه رو به آزمایشگاه برگردی. دری در کار نیست. در از جنس دیوار شده. دیواری کاهگلی و مسدود. آن طرف اتاق وسایل آزمایشگاهی قرون وسطایی را می‌بینی که از زیر یک تله خاکی بیرون زدن. بطری‌هایی که از شیشه‌های زمخت رنگی ساخته شدند. بر دیوارها تابلوهایی نصب شده که رنگ و رویشان رفته و مشخص نیست نقاشی اند یا نوشته. کنار یک تله خاکی که شیشه‌های رنگی را در خود دارد، چهارپایه بزرگی به چشم می‌خورد. معلوم است روزگاری میز بوده، هنوز هم هست، ولی زیر نیم متر خاک و غبار. چیزی آنجا نظرت را جلب می‌کند، چیزی شبیه مقوا. برمی‌داری نگاهش می‌کنی، کاغذ است، برگی از یک کتاب. گرد و خاکش را با دستمال و بادهای تندی که از ریه‌ها خارج می‌کنی تمیز می‌کنی. تمیز که نه، فقط از کثیفی‌هایش کم می‌کنی. نوشته‌های روی کاغذ هویدا می‌شوند. می‌خوانی: نام من هیچ است. همیشه همین بوده است. هرگز نام دیگری نداشتم. گاهی مردم با سلیقه خودشان نام‌های دیگری برایم انتخاب می‌کنند، ولی اصلاً به دلم نمی‌نشیند. من نمی‌دانم چند سال دارم و اهل کجا هستم. از محل و زمان تولدم اطلاع دقیقی در دست نیست. ولی عموماً مرا زاده سرزمین 72 ملت می‌دانند و تار و پودم را با جوکیان و مرتازان پیوند زدند. من اینها نیستم. گاهی حتی نام معبد لینگا را هم در زندگی نامه‌ام ذکر می‌کنند، ولی من آن هم نیستم. من ارزشمند نیستم، ولی می‌توانم به دیگران ارزش ببخشم. هر که با من پیوند بخورد 10 برابر قدرت می‌یابد و هر که از من دوری کند 10 برابر خفیف خواهد شد. اکثر آدم‌ها مرا نمی‌بینند، چون عادت کردند دنیا را از بعد یک ببینند. 1، 2، 3، 4، 5. حالان که من بر همه اینها تقدم دارم. خالق جهان هستی منم و اگر من نبودم سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. محاذا هویت من یک راز خواهد ماند. کسی چه می‌داند؟ شاید یک نفر در سیاره دیگری مرا در خواب دیده است. شاید تنها در تخیلات یک نویسنده فانتزی زنده هستم. شاید انعکاسی در آینه هستم که خود را واقعی میپندارد. شاید هم کاراکتر شسته رفته‌ای هستم در یک داستان خسته کننده که نویسندش مرده یا آن را نیمه کاره رها کرده است. هرچه هستم این را میدانم که هستم و همین برایم مقدس و محترم است. پس حق دارم که از همه بزرگتر باشم. کاغذ را روی میز رها می‌کنی. بر دیوار مجاورت یک تابلو بزرگ عمودی کشف می‌کنی که گرد و خاک کمی بر آن نشسته. احتمال می‌دهی بشود تمیزش کرد. نزدیکش می‌روی، ریه‌ها را از هوای غبارآلود پر می‌کنی. وسط تابلو را نشانه می‌گیری و با همه توان باد ریه را بیرون می‌دهی. صدای آشنای قش گوشت را می‌نوازد. داد می‌زنی: این لعنتی تابلو نیست، در. با هیجان در را تا آخر باز می‌کنی و داخل می‌روی، بدون اینکه یک ذره ترس در وجودت باشد یا دودلی و تردید در مغزت بلولند. هر دو پا را داخل می‌گذاری. دالانی در کار نیست. مستقیم از اتاق دیگری سر در می‌آوری. اتاقی که باز هم تاریک است و نوری که از آن اتاق ویرانی می‌آید برای دیدنش کافی نیست. می‌کوشی با دستمالی دیوارها راه را بیابی. فکر بهتری به مغزت میرسد. حسگر فروسرخ بیسیم. ولی بیسیم که همراهت نیست. کورمال دیوار را پیدا میکنی و کف دستها را رویش میکشی. 2 قدم که میروی دستت به یک کلید بزرگ میخورد. فشارش میدهی. فضای پیرامونت مثل فکر یک لیبرال روشن میشود. اتاق بزرگ، مدرن و شیک است. همه جا مانیتور و چراغ و آسانسور به چشم میخورد. مطمئن میشوی پروفسور دارد سر به سرت میگذارد. از عصبانیت سرخ میشوی ولی زود به خودت تسلط مییابی و با این دید که دوربین مخفی های پروفسور مشغول رصد تو هستند، رفتار جنتلمنانه‌ای بروز میدهی. نگاه بی‌تفاوتی به اطراف میاندازی. در بزرگی پیش رویت بر یک دیوار آهنین ظاهر میشود. سلانه به سمت در میروی. صبح وقتی میشا از خواب بیدار شد، خود را در صحرایی بکر و برهوت یافت. جایی که جنبنده‌ای پر نمیزد. صحرا نبود. یک فضای موهوم بود. جایی که انگار هیچ چیز نبود.
سکوتی مرگبار حکم‌فرمایی مطلق داشت و ابعاد در هم تنیده بودند. آنجا چپ و راست و روبرو و پشت سر یکی بودند. بالا و پایین منطبق بودند. خطوط موازی به هم رسیده بودند و هیچ چیز روال عادی نداشت. اصلا چیزی نبود که بخواهد روال عادی داشته باشد. در این صحرای مخوف رنگ وجود نداشت. بو و مزه و صدا و نور مفهوم نداشتند. آنجا هیچ چیز نبود. در واقع تنها یک چیز وجود داشت و آن چیز عدم بود. میشا واسر نمیدانست کجا است و چه اتفاقی برایش افتاده، ولی میدانست که چیز ترسناکی در کار نیست و قلبش آرام بود. چند ثانیه بعد حافظش برای همیشه پاک شد. بیخوابی‌های رودی عود کرده بود. لبه تخت نشسته بود و فکر می‌کرد 3 شبانه روز گذشته را فقط به مرور خاطره‌های زمینیش گذرانده بود. شب پیش تصمیم گرفته بود کتاب زونی را هم بخواند. هرچه بود مخلوقش بود و او خالق از مخلوق بیخبر را دوست نداشت. نیمی از کتاب را خوانده بود و به امید آنکه به خواب برود روی تخت غلتیده بود. خوابش نبرده بود. همه کتاب زونی را خوانده بود. همچنان بیدار بود. به اتاق کنترل رفت. با چشمای نافذش لکه‌های سرخ را دنبال می‌کرد. لکه سرخ متجاوز را هم زیر نظر گرفته بود. کمی جابجا شده بود ولی از 2 ساعت پیش ثابت مانده و تکانی نخورده بود. به نظر می رسید که این لکه یک آنتیمن تهیج شده جوان باشد، چرا که درخشندگیش شدت داشت و معلوم بود که دمای بدنش بالاتر از حد متوسط است. عزم جزم کرد تا این بار هر طور شده مچ این آنتیمن فضول را بگیرد، به خصوص که به در ورودی خانه‌اش بسیار نزدیک شده بود. از اتاق کنترل خارج شد. کتاب خیام را که بر لبه تختش گذاشته بود برداشت و باز کرد. بر مفرش خاک خفتگان می‌بینم. در زیر زمین نهفتگان می‌بینم. چندان که به صحرای عدم می‌نگرم، ناآمدگان و رفتگان می‌بینم. ذهنش درگیر شد. صحرای عدم، چه کلمه اعجاب‌انگیزی. فکر کرد صحرای عدم چگونه جایی می‌تواند باشد. جایی که هیچ چیز نیست یا جایی که فقط یک چیز است و آن هم عدم است. لبه تخت نشست و به فکر فرو رفت. داشت تصاویری از صحرای عدم را پیش خودش مجسم می‌کرد. ولی یک دفعه یادش آمد که قرار بوده به سراغ لکه متجاوز برود. اندیشید چرا هر بار عزم را برای کشف ماهیت این لکه لعنتی جزم می‌کنم به کار دیگری مشغول می‌شوم. چه رازی در این کار است؟ ناخودآگاه یادش آمد به خیل عظیم انسان‌هایی که زمین و آسمان و جهان و همه چیز را توطئه می‌پندارند. برای یک ثانیه این شک در او هم به وجود آمد، ولی زود از بین رفت. تصمیم گرفت بی‌پایه بودن آن را با اراده اثبات کند. با خود گفت خب اگر توطئه‌ای در کار باشه و جهان از قبل مهندسی شده باشه، من هم نباید اراده‌ای از خود می‌داشتم. دوباره عزم را جذب کرد. خیام را روی تخت رها کرد و بلند شد. 3 قدم تند و بزرگش کافی بود تا هیکلش را در آستانه ورود به راهروی قرار دهد که لکه سرخ پشت در انتهای دیگرش قرار داشت. یا لااقل دوربین‌ها اینطور می‌گفتند. رودی کمر را خم کرد تا طول راهرو را برانداز کند. هیچ چیز غیرعادی مشاهده نکرد. راهرو 12 متر زمینی طول داشت و به یکی از آزمایشگاه‌های جانبی سفینه منتهی می‌شد. این تنها آزمایشگاهی بود که خارج از بخش خروج قرار داشت. آنجا 2 در داشت که یکی به خروج باز می‌شد و یکی هم در انتهای همین راهرو قرار گرفته بود. رودی با احتیاط وارد راهرو 12 متری شد. آهسته و با قدم‌های کوتاه راه می‌رفت و چند ثانیه یک بار برمیگشت و عقب را نگاه می‌کرد. اول از مانیتورهای کنترل دما گذشت. 3 قدم دیگر برداشت و جلوی آسانسورهایی گذشت که به بخش سفینه کمکی راه داشتند. 5 قدم دیگر کافی بود تا به در برسد. در را برانداز کرد. قفل بود. با دست امتحان کرد. سفت و سخت بود. خواست آن را باز کند ولی یک دفعه صدای مهیب آژیرهای اتاق هدایت بلند شد. دوان برگشت. طول راهرو را با 6 قدم بزرگ طی کرد. از روی تخت پرید و در اتاق هدایت ظاهر شد. داده‌های کامپیوتر می‌گفتند او در چند قدمی جرم و مشبک قرار گرفته و هر لحظه احتمال برخورد سفینه با آن وجود دارد. هرچند بارها از دور و نزدیک شدن این شبکه عجیب و غریب شوکه شده بود،
ولی این بار واقعا ترسیده بود. خیلی سریع به سراغ تلسکوپ ها رفت. نه، دروغ نبود. او در فاصله نزدیک با شبکه مکشوف قرار داشت و این بار تلسکوپ ها هم این را نشان می‌دادند. شبکه متشکل از 6 ضلعی‌های متعدد و پرتعداد که رنگ مشخصی نداشتند و حتی جامد یا گاز بودنشان هم معلوم نبود. ناامید شد و حدس زد این شبکه یک توده غبار میان ستاره‌ای است که کاملا تصادفی این گونه منظم به نظر می‌رسد. هیچ ربطی به ماده تاریک ندارد و حالا دیگر نه تنها خودش بلکه نامش هم جاودان نخواهد ماند. با خود اندیشید که هرچه باشد باز هم کشف مهمی است. یک چنین توده عظیمی که گویی همه جا را در بر گرفته در هیچ کتابی ثبت نشده است. این اندیشه او را امیدوار و دلگرم کرد، مخصوصاً اینکه یک شکاف در آن بود، شکافی که حالا درست در زاویه دید او قرار گرفته بود. شکل وی مانندش او را به یاد انسان‌هایی می‌انداخت که با نشان دادن 2 انگشت پیروزی را القا می‌کنند. رودی روی صندلی هدایت سفینه نشست تا آن را با دقت به سمت شکاف پیروزی هدایت کند. چه بسا پشت این شبکه جهان دیگری در انتظارش بود. سفینه را در مسیر شکاف تنظیم کرد و به اتاق کنترل رفت. روی مانیتورهای اتاق کنترل لکه متجاوز هنوز سر جایش بود. رودی قبل از اینکه رابطه علیه‌ای بین آژیرها و کشف ماهیت لکه کشف کند، به راهرو 12 متری برگشت و به دری که در انتهایش بود زل زد. فکر و ذهنت همچنان درگیر پروفسور دیوانه و بازی مسخره‌ای است که راه انداخته. میکوشی فراموشش کنی. نمیدانی واقعا وسط یک بازی از پیش تعیین شده قرار داری یا نه. چندان مهم هم نیست. چیزی که الان برایت مهم است در است. دری که بر دیوار روبرو تکیه زده و احتمالاً قرار است باز هم به اتاق دیگری راهنمونت شود. برای یک لحظه چهره پروفسور را میبینی روی صندلی راحتیش نشسته و در حالی که پیپ میکشد تو را نگاه میکند و میخندد. این فکر ناراحتت میکند. او چه حقی دارد که تو را مثل یک نمونه آزمایشگاهی ببیند؟ نمونه نه. او تو را آلت و دستمایه تفریح و خنده خودش قرار داده. شاید الان دارد با همکارانش که از خودش هم دیوانه ترن تو را تماشا میکند و میخندد. شاید هم نه. پروفسور سرگرم تحقیقات خود است. باز فکر میکنی اصلا پروفسور وجود دارد؟ همه اینها خواب نیست؟ میکوشی به یاد بیاوری که کی و چگونه از اینجا سر درآوردی. مرور میکنی همه چیز عادی است بجز کلاه. امروز هم کلاه روی سرت است در حالی که 45 روز پیش آن را کنار گذاشته بودی. استنتاجت میگوید هرچه هست پشت آن در است. آن سوی در معما حل خواهد شد یا حداقل کمی روشن خواهد شد. این در اگر کلید حل معما نباشد، نشانی آن کلید را به تو خواهد داد. قدم‌ها را تندتر می‌کنی. سر راه چشمت به یک میکروسکوپ مدرن و زیبا می‌افتد که نمونه ای را زیر عدسی‌های شیعش قرار دادن. شگفت زده از این که میکروسکوپ به این گران قیمتی و تر و تمیزی چرا اینجا رها شده نزدیک می‌روی و چشم‌های تنگ شده‌ات را روی عدسی‌های چشمی قرار می‌دهی. تصویر واضح نیست. فوکوسر را میچرخانی. تصویری از یک فضای مبهم میبینی که با 6 ضلعی‌های منظم تزیین شده. به مغزت ارسال میشود. تلاش بیهوده‌ای که برای فهمیدن این تصویر شروع کرده ای را تمام میکنی و به سمت در قدم برمیداری. در قفل است. بدون فکر و تردید لگد محکمی با هم میزنی. باز نمیشود. محکمتر میزنی. خبری نمیشود. عصبانیت تو را به یک هیولای وحشی مبدل کرده. چند متر عقب می روی تا با یک دورخیز و ضربه مهلک این در لعنتی را بشکنی. 6 قدم رو به عقب برمی داری. چهره پروفسور را می بینی که از شکسته شدن در گران قیمتش حسابی کلافه شده و برای شروع این بازی مسخره به خود ناسزا می گوید. دلت خنک می شود. ناگهان یک اهرم حدوداً نیم متری قرمز رنگ نظرت را جلب می کند. آن را قبلا ندیده بودی. شاید پروفسور دیوانه می خواهد هوش تو را بسنجد. قدم‌های آهسته رو به عقب معکوس می‌شوند. جلو می‌روی و به جای ضربه زدن به در اهرم را می‌کشی. نوای دلانگیز قژ را نمی‌شنوی. در بزرگ سفید بی صدا باز می‌شود. داخل می‌روی. شاید هم خارج می‌شوی. هنوز نمی‌دانی. دالانی که پیش رویت دهن باز می‌کند گشاد و روشن است. وقتی آنجا دالان شک بود، حتما اینجا هم دالان یقین است. با زمزمه این کلمات داخل می‌روی.
قدم برمی‌داری. کف کفش‌های خاک آلوده را بر کفش پوش نرم دالان می‌گذاری و پاورشین جلو می‌روی. سمت راستت آسانسورهایی می‌بینی که با رنگ قرمز خودنمایی می‌کنند. تحریک می‌شوی سوارشان شوی، ولی ترسی که از محبوس ماندن در آسانسورها در تو نهادینه شده مانع از این کار می‌شود. مسیر مستقیم طول دالان را در پیش می‌گیری و از کنار چند مانیتور بزرگ می‌گذری. ناگهان وحشتی عظیم بر سر و پای وجودت سایه می‌افکند. روی مانیتورها خط آنتیمنی نقش بسته. دیگر شکی نمی‌ماند. پروفسور رازت را کشف کرده و الان تو را مثل یک نمونه آزمایشگاهی با ارزش حبس کرده است. اولین چیزی که به مغزت راه می‌یابد فرار است. ولی فرار به کجا؟ هر جا بروی در کنترل او خواهی بود. تو در جهان او اسیر شدی و مفری نمی‌یابی. ولی او هرچه باشد یک انسان است و این بناها را با عقل انسانیش ساخته. پس حتما راه فراری خواهی یافت. دانش تو از او بیشتر است. او اگر خود خدا هم باشد، باز ناچار است از قوانین طبیعت اطاعت کند. تو هم قوانین طبیعت را میشناسی و میدانی که برای همه یکسانند. حتما میتوانی راه حلی بیابی. دلت آرام میگیرد و از شدت ضربات قلبت کم میشود. مسیر را ادامه می‌دهی. چیزی که می‌بینی هم خوشایند است هم هیجان انگیز. یک نفر در انتهای دالان ایستاده، به تو زل زده. قد بلندی دارد و سر تراشیده‌اش از همان فاصله هم برق می‌زند. رودی دید در باز شد، در حالی که آن در قفل بود و تنها در مواقع اضطراری می‌شد به صورت دستی بازش کرد. این کار با کشیدن یک اهرم سرخ رنگ بزرگ ممکن بود. آنتیمن تنومند وارد شد. لباسهای انسانی بر تن داشت و کلاه سیاهی سرش را پوشانده بود. قدمهایش محکم و در عین حال عصبی می‌نمود. انگار نوعی اعتراض را پشت نقاب چهره مخفی کرده است. رودی تکان نخورد. کوشید متانت و نجابت یک فرمانده را در رفتارش نشان دهد و با آنتیمن سرکش خوش رفتاری کند. چه بسا او راه را گم کرده باشد. آنتیمن تازه وارد به او رسید و سلام کرد. سلام کردنش با زبان و شیوه انسانی بود و اثری از آنتیمن‌ها در آن دیده نمی‌شد. تازه وارد با ژستی حق به جانب و موقر به زبان انگلیسی فصیح سلام کرده و منتظر پاسخ مانده بود. رودی دست باشه شد ولی خیلی زود خود را جمع جور کرد. شما کی هستید؟ چیزی که الان اهمیت دارد این نیست که من کی هستم، بلکه این است که کجا هستم. تازه وارد به رودی خیره شد و منتظر پاسخ ماند. وقتی ناامید شد ادامه داد: پروفسور کجاست؟ این بازی چیست؟ رودی سردرگم مانده بود و نمیدانست چه جوابی باید به او بدهد. صدای آژیر همراه با تکانهای شدیدی به فریادش رسید تا از محلکه بگریزد. آژیرهای کرکننده هر دو آنتیمن را شوکه کرد. رودی فرمانده به سمت اتاق هدایت دوید. تازه وارد هم دنبالش رفت. رودی محاسبات را بررسی کرد و بلافاصله پشت تلسکوپ نشست. سفینه داشت به شکاف وارد می شد و تازه وارد این لحظه پرشکوه و سرنوشت ساز را خراب کرده بود. رودی چشمهایش را از چشمیهای تلسکوپ برداشت و در چشمهای تازه وارد دوخت. در حالی که می‌کوشید بر اعصابش مسلط شود گفت: ببینید، من در شرایط سختی هستم. لحظاتی که شما سعی در خراب کردنشان دارید برای من بسیار حیاتی‌اند. من در حال از دست دادن مهمترین فرصت زندگیم هستم و به طرف مانیتور بزرگ اشاره کرد. بر سینه مانیتور تصویر جرم مشبک و شکاف نقش بسته بود. تازه وارد وقتی تصویر را دید دچار رعشه شد و با هیجان گفت: من آن را میشناسم. زیر یک میکروسکوپ دیدم در آزمایشگاه. و به سمت دالان اشاره کرد. ادامه داد: نام من والتر هریسون است. بعد هم ماجرای پروفسور و آزمایشگاه را تعریف کرد. رودی که از ترس و هیجان می‌لرزید با صدایی که از اعماق وجودش بیرون می‌آمد داد زد: زونی، تو زونی هستی؟ بعد از این جمله رعشه‌های زونی هم شروع شد. هر دو آنتیمن مثل ذرات کوانتومی در هم تنیده می‌لرزیدند. رعشه محکم و طولانی که بر جان سفینه افتاد آنها را به خود آورد و تقریباً هر دو با موضوع کنار آمدند و قضیه را حذف کردند. رودی گفت: من کتاب را خواندم و همه چیزت را می‌دانم. زونی گفت: اون چیه؟ و به تصویر جرم مشبک اشاره کرد. رودی گفت: قرار نیست از همه چیز خالقت سر در بیاوری. تو چه جور خالقی هستی که مخلوقتو نشناختی؟ پرسیدم: اون چیه؟
رودی در حالی که از جواب محکم و قاطع زونی جا خورده بود گفت نمیدونم، فقط میدونم داریم داخلش فرو میریم. من هم دیدمش زیر یک میکروسکوپ الکترونی. رودی پشت تلسکوپ رفت و زونی پشت کامپیوتر نشست. هر دو انگار به هدفی یکسان چشم دوخته باشند. زونی داد زد. دولایه است. دارم میبینمش. بین دولایه فضایی هست. یه چیزی اونجاست. میتونی ببینی؟ گفتم که خودم همه چیزو میبینم و میدونم. خب چیه؟ بگو منم بدونم. رودی آب دهانش رو قورت داد. یک موجود میبینم. نمیفهمم چیه. تو بیا ببین. زونی پشت تلسکوپ رفت. نگاه کرد. چیزی که میدید برایش شوکه کننده بود. یک موجود انسان مانند با لباس آبی و ریش بلند در حالی که بر تختی نشسته و کف باها را بر چارپایی گذاشته بود. فکر کنم خالق اصلی اینه. بیچاره شدیم. تکان محکمی هر دو را از صندلی‌هایشان انداخت و بعد انگار سفینه متوقف شده باشد همه چیز بی حرکت ماند. رودی پیشنهاد داد به سمت سفینه‌های کمکی بروند. به راه افتاد. زونی هم دنبالش روان شد. آسانسور قرمز را راه انداختند. چند دقیقه بعد سفینه کمکی مارگونه کنار چارپایه بزرگی که پیرمرد آبی پوش بر آن پا گذاشته بود متوقف شد. کپسول‌های اکسیژن را وصل کردند و در فضا معلق شدند، اما خیلی زود با کمر بر سطح کنار پای موجود عجیب افتادند. آنجا جاذبه وجود داشت. شرایط مثل زمین بود. کپسول‌ها را جدا کردند. رودی زیر پای پیرمرد ایستاد و سلام کرد. پیرمرد گفت سلام، خرد بر تو باد. زونی جلو نرفته بود و فقط تماشا می‌کرد. رودی پرسید شما کی هستید؟ خرد میگوید اینجا مرز هستی و نیستی است. خرد میگوید شما خرد هستید؟ خرد میگوید بله. من چند سوال دارم. به عقب نگاه کرد و زونیا را دید. ادامه داد در واقع ما چند سوال داریم. خرد همه چیز را میداند. پس گوش کنید تا بدانید. این شبکه‌ای که میبینید مرز بین وجود و عدم شماست. اگر از این مرز آنسوتر روید نیست خواهید بود. تو رودی هستی فقط چون در این شبکه هستی. بیرون از اینجا نیستی. سفینه‌ات هم نیست. سیاره و دوستانت هم نیستن. رودی به عقب اشاره کرد. زونیا چی؟ کدام زونیا؟ زونیا تمام شد. رودی به عقب نگاه کرد. اثری از زونی نبود. خرد ادامه داد. تو از مرگ نمیترسی. جاودانگی را میطلبی. بله، انتقال ابدی. انتقال ابدی چیست؟ به جز انتقال تو به کالبد یک رایانه. رودی، این شبکه‌ای که می‌بینی مغز است. مغز کسی که تو را خلق کرده. مغز زونیا. تو فقط در این مغز زنده‌ای. بیرون از اینجا وجود نخواهی داشت. خالق من؟ نه آقای خرد، اشتباه می‌کنید. زونیا خالق من نیست. من خالق اونم. رودی گوش کن. خرد آقا یا خانم نیست. در ضمن آن موجودی که تو به نام زونیا می‌شناسی، زونیا نیست. تصویر اوست که در آینه منعکس شده. تصویری که محو شد برای همیشه. یعنی اون جای کتاب که زونی تو آینه نگاه می‌کرد در واقع زونیای واقعی بهش سیلی زد. تو جوان باهوشی هستی رودی، و اما در مورد ترسی که از مرگ داری، تو از مرگ نمی‌ترسی. هیچ کس از مرگ نمی‌ترسد. ولی همه آرزوی جاودانگی دارن و این است که شایعه ترس از مرگ را تولید کرده. آره خب اینجوری هم میشه گفت. حالا من چه کار کنم که جاودانه بشم؟ اصلاً میشه؟ راهکارش را خودت میشناسی. برو و طبق آن عمل کن. تنها راه جاودانگی انتقال ابدیه که اونم تکنولوژی خاصی میخواد. تو سفینه من موجود نیست. هست. مغز انسان چیست؟ به جز یک رایانه خودساخته چیز دیگری است؟ آها فهمیدم. میخواید بگید من باید به مغز یک انسان انتقال ابدی شم؟ زونیای واقعی، تو به مغز او منتقل خواهی شد و تا همیشه جاودانه میمانی. یه سوال دیگه هم دارم. تکلیف آنینا چی میشه؟ اونم تو داستان بود. اون واقعیه؟ آنینا و پروفسور زندن، ولی تنها در مغز زونیا، مثل تو. اونام انتقال ابدی میشن؟ هر سفری را راهی و هر راهی را مقصدی باید. به درون شبکه برگرد و برای همیشه جاودانه شو. یعنی چجوری؟ به مغز برگرد. انتقال ابدی انجام خواهد شد. راه و مقصد مشخص است. رودی خرد را ترک کرد و سوار بر سفینه کمکی در شکاف عقب رفت.
چند دقیقه بعد در فضای انبوه و بزرگی که زیر لایه مشبک موهوم محبوس بود غوطه‌ور شد. سخن ناشر: آموزش و پرورش و بالا بردن سطح آگاهی جامعه یکی از وظایف مهم دولت هاست. دولت‌های استبدادی عاشقان سانسور و مخالفان شدید رشد و آگاهی مردم هستند. حکومت کردن بر گروهی مردم بی‌سواد، خرافی و ناآگاه از حقوق خویش برای یک دیکتاتور بسیار مطلوب‌تر و راحت‌تر از حکومت بر مردمی است که به حقوق خویش آشنا هستند. در سیستم‌های دیکتاتوری مستبد با پایین نگاه داشتن سطح فهم و آگاهی مردم امکان فرمانروایی بیشتری برای خود مهیا می‌کند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب‌های چاپ شده در زمان پهلوی، یعنی 11,000 عنوان از سال 1316 تا 1357 که به طور متوسط سالانه 2750 عنوان کتاب در کشور به چاپ رسیده که اگر این را با تعداد بیش از 120,000 عنوان کتاب در سال در اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کنیم، میزان خفقان و سانسور را در میابیم. در جمهوری اسلامی تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال به 32,000 میرسد که بیش از 97% این کتاب‌ها کتب دینی و فقهی و جعلیات و خرافاتی است که ارزش علمی این کتب صفر است. میزان سرانه مطالعه در ایران به طور واقعی 2 دقیقه در سال است. جمهوری اسلامی با آمارسازی و جعل و تزویر این رقم را به 75 دقیقه رسانده که از این مقدار 15 دقیقه مربوط به مطالعه کتاب، 21 دقیقه قرآن و دعا و 32 دقیقه روزنامه و 7 دقیقه دیگر نشریه‌خوانی است که البته این آمار در مورد فنلاند 44 دقیقه و آلمان 34 و سوئد 31 دقیقه در روز است. نشر اینترنتی آوای بوف نزدیک به 2 دهه است که در راستای اطلاع رسانی به چاپ و انتشار صوتی هزاران کتاب ممنوعه و کمیاب اقدام نموده و با در اختیار قرار دادن رایگان این مجموعه سعی می‌کند سهمی در ارتقاء فرهنگ و بیداری مردم داشته باشد. چون اگر ملتی فهمید و بیدار شد، دیگر به راحتی بازیچه دست سیاستمداران بین المللی و شیادان سیاسی داخلی نخواهد شد. هدف ما آشنا کردن بیشتر مردم با کتاب و کتابخوانی و بیدار کردن خفتگان و ناآشنایان به حقوق انسانی خویش است. تا آگاه نشویم نمیتوانیم زنجیرهای بردگی و حقیران زیستن را پاره کنیم. هدف ما در اختیار قرار دادن رایگان تمام کتاب‌های صوتی و ممنوعه و کمیاب برای هموطنان داخل کشور است که به دلیل سانسور و ممنوعیت یا از لحاظ اقتصادی برای تهیه کتاب در مضیقه میباشند. آوای بوف با این تفکر که کشور ایران در طی دوره‌های متمادی در زیر یوغ مستبدین رنگارنگ و دور نگاه داشته شده است، قافله فرهنگ و تمدن بشری و غرق شدن در منجلاب مذهب و خرافات، احتیاج مبرم به رفرون و مبارزه فرهنگی برای بیرون آمدن از این منجلاب و پیوستن به قافله تمدن جهانی دارد به وجود آمد. در طی سالهای گذشته با تمام مشکلات و موانع پیش رو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده به صورت صوتی و PDF در اختیار علاقه‌مندان و اقشار مختلف فارسی زبان در ایران و جهان قرار گرفته است. در سال 2019 انتشاراتی آوای بوف در راستای کمک به نویسندگانی که به علت سانسور قادر به چاپ آثار خود در ایران نیستند، اقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهانی نمود که افتخار دارد در راستای عبور از سانسور و با هدف گردش آزاد اطلاعات برای ایرانیان داخل به صورت رایگان در نشر آثار سانسور شده اقدام و این آثار را ثبت جهانی نماید. لذا از تمامی همراهان عزیز دعوت می شود اگر مسیرشان به گیوتین سانسور جمهوری اسلامی خورده و سرخورده و ناامید از انتشار کتب و آثار خود شدن یا کسی را می شناسند که در این مسیر قدم گذاشته، نشر آوای بوف با افتخار این فرصت را برای ثبت و انتشار فراهم نموده است. نشر آوای بوف. آوای بوف
یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com